وبلغني الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم در جمعه دیگر و برنامه تماس مستقیم، برنامه شما عزیزان و بزرگواران. در این برنامه همونطوری که میدانید موضوع خاصی نداریم و عزیزان میتوانند در مورد مسائل مختلفی که دوست دارن صحبت بکنن با عنوان یک منبری آزاد و تریبونی که انشاءالله هیچ محدودیتی در آن نخواهد بود، مادامی که بیننده گرامی با ادب و اخلاق صحبت بکنه. شماره‌های تماس برنامه رو عزیزان زیرنویس میکنن، هم از طریق تماس مستقیم و هم از طریق واتساپ. می توانید در این برنامه مشارکت بکنید، به ما زنگ بزنید و در برنامه اشتراک بکنید. الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که بتوانیم در این برنامه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم و موضوعات مهمی رو با هم رد و بدل بکنیم و همچنین پیام هایی رو که عزیزان ما در طول هفته‌های گذشته برای ما فرستادن سعی می‌کنیم که در این برنامه پخش بکنیم و از شروع برنامه انشاءالله تماس‌های شما عزیزان رو هم خواهیم گرفت. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. تون بسیار خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید. استاد عزیز یک سوال داشتم. بفرمایید. عزیزانی که تماس میگیرن همونطوری که بارها گفتیم صدای ما رو از طریق تلفن بشنون و صدای تلویزیون یا کامپیوتر و گیرنده ای رو که از طریقش برنامه رو میبینن رو ببندن که تماسشون مشکل ایجاد نکنه انشاءالله. به هر صورت در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه امروز. برادر عزیزی نوشتن که آیا شماره شما را می توانم داشته باشم؟ دوست عزیز که از هرات تماس گرفتید، بله، همین شماره‌ای که زیرنویس شده به همین شماره تماس بگیرید و انشاءالله صحبتی داشته باشید. در خدمت شما هستیم. دوست عزیزی نوشتن که کسانی که رحم رو اجاره می کنند، در کامنت ها نوشتن آقای محمد طاها، حکمش چی است؟ ببینید دوست عزیز، یک در علم جنین یک تحولی که رخ داد بعد از تقریبا میشه گفت در دهه 90 میلادی، بعد از سال 1990 که دانشمندان توانستند که القا یعنی یک جا کردن تخمک زن و منی مرد رو در خارج از رحم انجام بدند. به این معنی که موقعی که تخمگذاری در زن صورت میگیره تخمک زن رو میگیرن و از اسپرم مرد هم این رو با هم دیگه در لابراتوار این رو تلقیح میکنن و یک مدتی این رو در یک فضای مخصوصی نگه میدارن. بعد از اینکه این تخمک بارور شد، دوباره همین تخمک بارور شده رو در داخل رحم زن که همسر همون مرد است قرار میدند. طبق فتوای علمای مجمع فقه اسلامی
و رأی علمای همه مذاهب اهل سنت این کار هیچ اشکال شرعی نداره، چون پدر و مادر بنابر مشکلاتی امکان باردار شدن مادر نیست در جماع یا همبستری طبیعی. به دلایل مختلف این میتونه که صورت بگیره، شاید به خاطر التهاباتی، امراض مزمنی که در زن وجود داره یا امکان نزدیکی وجود نداشته باشه به شکل طبیعی. در اون صورت این کار رو در بیرون از رحم انجام میدن و بعد از اون در داخل رحم زن این رو قرار میدن و در یعنی حدود 70 الی 80% موفق است این کار. و بعد از اینکه جنین به 1 هفته 2 هفته که رسید و در جداره رحم چسبید، بعد از اون به ندرت امکان داره که سقط صورت بگیره و به این شکل زن بارور میشه. یک صورت این است که این شرعاً جایز نیست. مردی عقیم است، هیچ امکان بارور شدنش نیست و امکان نداره که این مرد صاحب اولاد بشه. مثلا منی هست اما اسپرمایی که قابلیت زندگی رو داشته باشه در این مرد وجود نداره، که در اصطلاح بهش میگن عقیم است. این مرد رو چیکار میکنن؟ از یک مرد دیگری، در بیمارستان عموما در غرب وجود داره، این بانک های منی وجود داره. بعضیا هستن میان همونطوری که اهدا میکنن خون رو مثلا یا اعضای بدن رو، بعضی مردها هستن. حالا اونجا فرهنگ است، این از نگاه اونها اشکالی نداره. البته نگاه مذهب مسیحی و یهودی اشکال داره، اما در فرهنگ رایج فعلی غرب که به دین اهمیت نمیدن اشکالی نداره. از آن بانک به اصطلاح اسپرمایی که وجود داره، از اونجا یک مرد مجهولی است، هیچ کس نمیدونه کون کی است، یکی از اون رو میگیرن و با تخمک این زنی که شوهرش عقیم هست یک جا میکنن. بعد از انجام گرفتن تلقیح یا این در داخل رحم صورت میگیرد یا در بیرون از رحم، بر صورت این زن حامله میشود. این شرعاً جایز نیست، چون نسب در اینجا مجهول هست. این اسپرم از کی است، این نطفه از کی است، هیچ معلوم نیست. پس پدر این طفل، پدر این کودک، این پدر شرعیش که فعلا عقیم است نیست، یک شخص مجهولی است. این شرعاً جایز نیست. یا برعکس میشه قضیه، زنی هست نازا، اصلا تخمدان نداره، یا بنابر مرضی، سرطان رحم یا امراض دیگری، دکترها مجبور میشن گاهی اوقات زنها را اون تخمدانشون رو بردارن، بیشتر به دلیل مرض سرطان برمیدارن. در این صورت چی میشه؟ میرن تخمک یک زن دیگری رو میگیرن، با منی یا نطفه این مرد که شوهر این زن هست یک جا میکنن، تلقیح صورت میگیره، در رحم این زن میگذارن و این حامله میشه. اینم جایز نیست، چون که مادر این کودک معلوم نیست. اینجا مشکل نسب رخ میده. همین تلقیح رو اگر در لابراتوار انجام بدن یا اصلا یک زنی بنابر دلایلی یا از مادر به دنیا آمده به همین شکل بوده یا این که بعداً به سبب مرضی کلا رحمش رو برداشتن. متاسفانه این مد شده در ایران، در بعضی از کشورها زنها مثلا بعد از اینکه یکی دو تا بچه آوردن میرن چیکار میکنن؟ یا تخمدانشون رو در میارن یا کلا رحم رو در میارن، چیزی به اسم رحم وجود نداره، میدوزنش تمام. در اون صورت چیکار میکنن؟ یک زن دیگری رو میارن و این زن در مقابل مثلا $1000، $2000، $10,000 به مدت 9 ماه نطفه این مرد رو با تخمک اون زن میگیرن در رحم یک زن دوم که هیچ نسبتی با این مرد نداره، بهش میگن که رحم اجاره‌ای. در اونجا قرار میدن و بعد از مدتی این زن حامله میشه و این بچه رو به دنیا میاره. بعد اینکه بچه رو به دنیا آورد میدنش به این زن و شوهری که این زن
رحم نداره یا عقیم هست یا امکان باردار شدنش نیست. این شکلش هم شرعاً جایز نیست، چون این نطفه که در بدن اون زن گذاشته، اون زن با این مرد هیچ نسبتی نداره. بله اگر که ازدواج صورت بگیره، نکاح صورت بگیره، نکاح شرعی طبق رضایت زن و شوهر، در اون صورت علما میگن که اشکال شرعی نخواهد داشت. در غیر اون اگر به عنوان اجاره و کرایه استفاده بشه این جایز نیست و حرام است. 3 مورد اخیری که بیان کردم جایز نیست. فقط تنها موردی که جایز است این است که نطفه و تخمک از خود پدر و مادر باشن و در رحم خود مادر این کار صورت بگیره. تشکر میکنم از جناب خلیل رحمانی برادر عزیز، تشکر از پیام شما. فرمودن چند سوال مهم دارن. سوالاتون رو از طریق واتساپ میتونید بفرستید، در برنامه بعدی سر نوبت پاسخ میدیم و هم میتوانید در این برنامه زنگ بزنید از طریق واتساپ، انشالله سوالاتون رو پاسخ خواهیم داد. تماس بیننده عزیز رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم سلام احترامات، خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلامت باشید، تشکر از شما، زنده باشید. بخیر سلامت باشید استاد محترم. بسیار زیاد از تشکر از برنامه. ما یک از بیننده هایت هستم از افغانستان، ولایت کابل. سلامت باشید برادر عزیز. سلام به شما و همه کابلیان عزیز. بخیر سلامت باشی. ماشاءالله استاد، ما خودت قلبا به خاطر الله تعالی دوست دارم، همیشه و حق دعاگوی هستم. الله بخاطر شما رو دوست بداره. همیشه برنامه به خاطر بیدار بودن جوان هست و بسیار مفید تمام میشه. الله تعالی از شما راضی باشه و این برنامه را مفید بگردانه، نافع بگردانه. آمین. و برای خودتان بتوانی عمر با برکت، صحت و سلامت نصیب بگردانه. برای شما همچنان برادر عزیز، تشکر. بخیر سلامت باشید استاد محترم. من یک چند چی داشتم، یکی گفتم یک کمی معلومات بدید درباره جنگ غزه و اسرائیل. کمی جنگ بر سر چی است؟ در طول تقریبا 65 سال 70 سال همین جنگ در سر چی است؟ به خاطر که این بیچاره این ملت مظلوم در 70 سال زیر این قدر ظلم ستم. یک دوم استاد، ما امروز همی تاریخ نگاه به تاریخ انداختم، گفتم یک بار تاریخ سعی کنیم. تاریخ نگاه انداختم استاد محترم، چند دو داستان مطالعه کردم. یکی همون داستان معتصم بالله را، یکی داستان هارون رشید، یکی داستان صلاح الدین ایوبی را. واقعا از چشمان ما جوری شد ساز چی عزتی داشتیم ما، چی عزتی داشتیم و به این رهبرا را یا الله تعالی اگر قابل داد از هدایت، اگر قابل داد نیست به هلاک نابود بگردانه. یا که وقتی که ما نگاه به تاریخ انداختم جناب استاد چی عزتی داشتیم. او خواهری که یک عسکر رومی چادرش را کش میکنه و پایش از سر گلوله میمونه و او سلام میکنه یا معتصم بالله کجا هستی؟ و او عسکر تمسخر میکنه میگه او معتصم بالله کجاست که صحیح طرف بشنوه. و این داستان برای خود بیشتر معلوم است که یک تاجر امی عرض خواهر به او معتصم بالله رساند و او فوراً لشکر آماده کرد، لشکر کشی کرد و این انتقام این خواهر گرفت. اما حالا یک تو ببین استاد محترم که هزارها خواهر صدا میکنه که ای امت رسول الله شما کجاست، اما یک نفر صداش خود بالا نمیکنه. اینقدر یعنی ما ذلیل شدیم، اینقدر به خدا استاد از شمار انسان عشق جوری میشه. وقتی تاریخ آدم مطالعه میکنه که ما چی عزت داشتیم، اما امروز که آدم میبینه چی درست نه، واقعا جای تاسف است. درست برادر عزیز، درست. دستان محترم دیدنیم باره کمی معلومات از خریده گفتی. چشم، حتما در این مورد صحبت بکنم. تشکر از شما. الله تعالی این رهبرا اگر قابل دعوت است، دعوت اگر نیست هلاک نابود بگردن. اینقدر بی‌غیرتی، اینقدر بی‌عزتی کوچه خواهر. استاد محترم یک چیز دیگر عرض بکنم. یک زمان ما خود بودیم، پدر ما همیشه با ما شوخی میکرد، میگفت بچه‌م کسی خرگوشنگی نمرده.
همین قبر گشنه رو میافی. اما استاد محترم در قرن 21 که با چشمای خود دیدیم که واقعا که این از گشنگی ملت مظلوم روزانه 10 نفر 15 نفر از گشنگی میمیره. واقعا بسیار جای تاسفات به شرطی که ما همیشه خصوصا میگم امکانش که میرسه آنها نمیبود که ما همی حالت نمیدیم و پرده قیامت پیش الله تعالی وصولگو نمیبودیم بخاطر که میفتیم ما خبر نشدیم ما ندیدیم. اما حالا قدر امکانات چیز شده که در چیز سخت امکانات باراسه که فورا همی ساعت صد نشر میکنه. همین پیشتر ما حالت دیدم واقعا که خیلی خیلی استاد محترم حالت غزه و خیم است. بسیار حالتی هست که به حد جگر خون کننده است. و از شما یک تقاضا دارم سر این بیننده ها اکسلا بکنید که اگر هیچ چیز از دست ما نمیه حداقل همین دانه کسیب خود چوب بگیریم. بعض برادر از دایگام برنامه بود چند وقت پیش این برنامه خودتون زنگ زد یک برادر میگو این برادران میگی حتما از اعمال خودشان که الله تعالی این روز به آورده. اینقدر حداقل اگر چیزی از ما نمیه همین دانه کسیب خود بکنیم. حداقل یک دعا از ما نمیاد چی حداقل خیلی چوب خوب باشیم دیگه. نه دعا میکنیم نه خیر ما میرسه اما باز هم یک چیز دیگه میگیم. دیگه از شما یک درخواست دارم شخصا از خودت از تمام بینندهایی که فعلا بار بیننده هستن که در دعای خصوصی این ملت مظلوم فراموش کرد. حداقل اگه چیزی هم دعا میاد حداقل پیش الله تعالی روز محشر همه قدر بگیم که الله از دست ما چیزی نمیاد اما دعا میکردیم. دیگه بخیر سلامت باشید استاد محترم. سلامت باشین. تشکر از شما. باشه در این مورد صحبت میکنیم ان شاء الله. تشکر استاد محترم. خدا در خیر دنیا و آخرت نصیب کنه. شما را همچنان. سلامت باشید. تشکر از شما. دوست عزیزمون پرسیدن که مسئله فلسطین، مسئله غزه و عموما فلسطین از کی شروع شد، چطور شروع شد و سبب اصلی این مشکلات چی است؟ دوستان عزیز، همونطوری که میدانید سرزمین فلسطین رو بهش در عربی میگن ارض الانبیاء، یعنی سرزمین پیامبران. میلاد یا تولد عیسی علیه السلام در سرزمین فلسطین شده. ابراهیم علیه السلام و تعداد زیادی از پیامبران الهی در فلسطین و ماحول فلسطین در اینجا زندگی می‌کردند. و این درست است که ما بگیم سرزمین انبیا، چون موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی معراج رفتن از سرزمین فلسطین رفتن و سرزمین فلسطین یک سرزمین مبارکی است. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء بیان میکنه که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. این سرزمین مبارکی است و وقتی که توسط سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه فتح شد مردم غنیمت نگرفتن از این سرزمین و این سرزمین وقف شد برای امت اسلامی. فلسطین وقف امت اسلامی است. چه نسبتی فلسطین با یهود داره؟ میدانید که یهود بعد از اینکه از نیل گذشتن توسط موسی علیه السلام و مدتی در صحرای سینا بودن و در اونجا الله سبحانه و تعالی برای اینها غذای آماده میفرستاد، زندگیشون میگذشت. اینا آمدن همونطور که در سوره بقره الله سبحانه و تعالی برای ما بیان میکنه ناشکری کردن، گفتن که ما الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم رو خیلی جالب برای ما بیان میکنه. من این آیه رو خدمت شما رو بیارم که با هم بخوانیم. آیه 61 سوره بقره است. دوستان اگر نشون بدن. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. گفتن ای موسی ما دیگه صبر نمی کنیم، چه وضعشه؟ هر روز برای ما مرغ بریان از آسمان داره میاد، ما دیگه چیزا میخوایم. چی میخواید؟ خب ما سبزی میخوایم، خیار میخوایم یا بادرنگ که میگن در افغانستان، سیر میخوایم، عدس میخوایم، پیاز میخوایم. موسی علیه السلام گفت قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر. گفت که شما آیا چیز خوبی که خداوند غذای آماده‌ای که براتون میفرسته این رو رها میکنید
بعد میرید دنبال این چیزا میگردید. احبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. برید در شهرها داخل شوید یا در شهر فرود آیید، هر چی که دوست دارید در اونجا هست. اینا ناشکری کردن و به این مناسبت امروز تقریبا نیم ساعت پیش از برنامه یک خواهر بزرگوار و گرامی که ما جای فرزندانشان هستیم و سن و سالی ازشان گذشته و یک کوله‌باری از تجربه دارن، از من درخواست کردن که لطفاً در این برنامه‌تون در مورد شکر نعمت صحبت بکنید و به این مردم افغانستان بگید حداقل بعد از 30 سال، 40 سال، 45 سال جنگ و درگیری و چیز، امروز یک حکومتی آمده، حالا هر چی هست، مشکلات داره، نقد انتقاد داریم، سرش داریم، اما ببینید که همه ما ناشکری میکنیم. نه ما این میخوایم، نه ما اون میخوایم، نه ما زندگی اینطوری میخوایم. کأنه که منتظر این هستن که یک حکومتی بیاد یک عصای جادویی داشته باشه، سر هر چیز بزنه برای مردم تبدیل به طلا و الماس بشه. این چیز امکان نداره. من چند روز قبل با یک برادری صحبت میکردم در مورد کشورهای اسلامی و کشورهای غربی. گفتم شما ببینید شما چرا دارید مقایسه اشتباه میکنید؟ انقلاب صنعتی وقتی در اروپا رخ داد، مردم اروپا 24 ساعت کار کردن، طول هفته کار کردن، در کارخانه ها هزاران نفر زیر مشقت و کار مردن، تا که امروز مثلا نمونهشو بگیم آلمان. امروز آلمان 10 ها مارک معروف دنیا رو داره. مثلا از ماشین، بهترین ماشین آلمانی است. یک دوستی مثلا ماشین ساخت فلان کشور اسلامی رو با ماشین آلمانی مقایسه میکرد. گفتم ببین مقایسه تو کاملا قیاس مع الفارق است، اشتباه است. اون مثلا مرسدس 100 سال تجربه داره توی یک کشور اسلامی که الان مثلا 2 روز میشه یک ماشینی درست کرده، تو میخوای اینو با اون مقایسه بکنی؟ ثانیاً اون مردم زحمت کشیدن. الان مثلا من و شما به بازار میریم، اگه بگن که مثلا این غذا یا این مواد بسته‌بندی شده یا این خوراکی ملی از ساخت کشور خودمان هست، نه نمیخوایم. خارجیشو نداری؟ بگه که آلمانی، بریتانیایی، نمیدونم فلانی داره، با پول 10 برابر، 2 برابر، 5 برابر اون را میخریم. الان شما برید در آلمان مثلا ببینید آیا آلمانی‌ها غیر از ماشین مرسدس و اشکودا و مثلا مارکای معروف فولکس واگن اینها سوار میشن؟ تاکسیاشون، مسئولینشون، همشون هم ماشینایی رو سوار میشن که خودشون میسازن. چرا؟ چون میگن که ما باید به اقتصاد کشورمون کمک بکنیم. شمایی که امروز میری مثلا خیلی چیزا پیش پا افتاده داره بگیم، مثلا میری روبی که ساخت وطن خودت است میخری، طبیعتا با خرید تو ولو اینکه گرانتر باشه، ولو اینکه 1 روپیه 2 روپیه گرانتر بخری، همون کارخانه ای که در داخل وطن هست و هموطن تو در اون کار میکنه، این کارخانه سود میکنه، توسعه پیدا میکنه، کارخانه‌های دیگری درست میکنه، کیفیت جنسش بهتر میشه. اما نه، تو بری جنس خارجی رو بخری، ایرانی، پاکستانی یا از جای دیگر رو، خب این کارخانه ضرر میکنه، فردا درش بسته شد، هموطن خودت بیکار میشه. پس ما این چیزها رو باید فکر بکنیم. گاهی اوقات من میگم مثلا ما وطن دوستی میگیم، یا بعضیا خیلی در مورد مسائلی صحبت میکنن که اصلا تعریفشو نمیفهمن و هیچ تعریف نشده. مثلا و همین وطن دوستی که خیلیا مینازن به اون، فکر میکنن اگه این بیرق پشت سرشان ماندن خلاص، پرچم کشورشو پشت سرش ماند خلاص، این بزرگترین وطن پرست و وطن دوست دنیا است. نه، اینطوری نیست. تو که در غم آینده فرزندان کشورت نیستی، تو وطن دوست نیستی. بر صورت پس نباید ناشکری بکنیم. یکی از سبب بدبختی های یهود تا امروز، شما به این نبینید که امروز مثلا اومدن در غزه رو تارمار کردن و به خاک یکسان کردن و 70-80 هزار نفر رو کشتن، خلاص اینا یک قوم پیروزمند هستند. بدبختی که در بینشان هست، خاصتا بعد از 7 اکتبر سال گذشته تا امروز، امراض نفسی در بین سربازانشون، جنگ‌های داخلی در بین خودشون، هر روز تظاهرات، هر روز جنگ، هر روز دعوا. یعنی اینها
در ادامه آیه بهتون نشون خواهم داد که اینها یک مهر ذلت و بدبختی به پیشانی اینها خورده. این تا روز قیامت همینطور است و یقین داشته باشید که هیچ وقت در دنیا یهود صاحب دولت نمیشه، صاحب یک کشور نمیشه، صاحب استقرار نمیشه، صاحب آرامی نمیشه. اگر شد علیاذ بالله قرآن دروغ گفته و این چیز امکان نداره. این آمدن چی گفتن؟ گفتن آقا برای ما این بیار اون بیار. حضرت موسی هم گفت خب برید وارد شهرها بشید، اونجا هر چی دوست دارید هست. و ضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله. بر اینها زده شد مهر ذلت، بدبختی و غضب الله سبحانه و تعالی بر اینها نازل شد. ذلك بانهم كانوا يكفرون بآیات الله. به خاطر اینکه اینها کفران نعمت میکردن، کفر آیات الله متعال رو میکردن و یقتلون النبیین بغیر الحق و پیامبران رو به غیر حق میکشتن. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. این به خاطر این بود که اینها عصیان کرده بودن، طغیان کرده بودن، گناه کرده بودن و معتدی بودن. معتدی یعنی چی؟ کانوا یعتدون یعنی متجاوز بودن. 1400 سال پیش قرآن کریم میگه که اینها یک قوم متجاوز هستند. حالا نیاد کسی نگه نه همه یهودی‌ها اینطوری نیستن فلان هستن. بعضی یهودی‌ها بله، بعضی گروه‌های یهودی هستن که امروز تظاهرات میکنن، حتی پرچم فلسطینی هم بالا میکنن، میگن که نه اسرائیل نباید این کارو بکنه فلان. اینها در اعتقادشون، در دشمنیشون با مسلمان‌ها کمتر از اونا نیستن. فقط فرقشون چی است؟ یک تعداد میگن الان وقت این نبود که ما این دولت رو درست میکردیم، اینا اشتباه کردن صهیونیست‌ها که الان درستش کردن. بر صورت این قوم متجاوز میگه. 1400 سال پیش قرآن کریم میگه اینا قوم متجاوز هستن. به همین خاطر یک روز ایران به حمله کنه، یک روز سوریه حمله کنه، یک روز لبنان حمله کنه، یک روز به فلسطین، یک روز به غزه. الان مثلا غزه حل بشه فکر می‌کنه قضیه تمام میشه؟ نه، میگه به این شهر حمله کن، به اون شهر حمله کن. اینا اصلا پرچم اینها رو دیدید؟ دو پرچم سفید، دو تا خط آبی، وسطش هم یک ستاره. این ستاره عبارت از مملکت داوود است. به خاطر همین میگن نجمت داوود، یعنی ستاره داوود. این میگن که همون مملکتی رو که داوود علیه السلام پیامبر بزرگ بنی اسرائیل داشته، همون دولت رو ما دوباره زنده بکنیم. این دو تا خط آبی که در پرچم اسرائیل میبینید، یکیش به معنی نیل است، دیگریش به معنی فرات. و این سرزمینی که داوود علیه السلام میگه داشت بین نیل و فرات بود. به این معنی که اونها میگن از مصر گرفته به شمول عربستان، این طرف اردن، سوریه، عراق، قسمت‌هایی از ترکیه تا فرات. شما میدید منشأ فرات در شهر غازیانتاب، اگر در گوگل نگاه بکنید، در شهر غازیانتاب منبع دریای فرات از اونجاست. کلن میگن از نیل که در مصر هست و تا فراتی که امروز در عراق هست که عربستان و جزئی از کشورهای خلیج و ترکیه و اینها رو در بر میگیره، میگه این سرزمین موعود است. یعنی این سرزمینی است که به ما وعده شده که در اینجا ما باید دولتمان را بسازیم. به همین دلیل اینها هدفشان این است که این سرزمین ها، این کشورهایی که در این بین نیل و فرات هست، همه رو باید بگیرن و این هدفشان است. و این دولتی است که بر اساس همین ایده و همین هدف تأسیس شده و بخاطر رسیدن به این دارن کوشش میکنن. منتها 70-80 سال است که اینها موندن فقط در فلسطین، هنوز از فلسطین نتونستن خارج بشن. در سال 47 یک محاوله کردن که مصر رو بگیرن، تا صحرای سینا رو گرفتن، اما بعد در جنگ سال 67 شکست خوردن، از سینا مجبور شدن که خارج بشن. یعنی شروع کرده بودن که این کارو بکنن. قسمت‌هایی از اردن رو الان در اشغالشون دارن، قسمت‌هایی از سوریه رو در اشغال، بلندی‌های جولان در خاک سوریه رو در اشغالشون دارن. از 60-70 سال به این طرف است. هدف اینا حکومت از نیل تا فرات هست و همه این کشورهایی که در این وسط هست، همه این رو در بر میگیره. این هدف اصلی یهود است. و الله متعال میگه اینا قومی متجاوز هستن. بر صورت اینها در طول از زمانی که موسی علیه السلام اینها رو رها کرد، گفت حالا برید دیگه، مادامی که شما کفران نعمت میکنید برید. و خداوند مهر ذلت و بدبختی رو به اینا زد. یک مدتی مسیحی ها بر اینها مسلط شدن، چنان قتل عامی در بین اینها را انداختن که بعد بنابر اقوالی میگن که کوروش اومد و خلاصه از ایران یهودی ها رو نجات داد از دست مسیحی ها.
بعد در جنگ های صلیبی اینا همچنان خار و ذلیل در طور 900 سال 1000 سال تقریبا اینها همیشه از طرف مسیحیا مورد ظلم و ستم قرار گرفتن، پراکنده شدن در کشورهای مختلف. در جنگ جهانی اول می‌بینیم که اینا همچنان از طرف همه کشورها تقریبا اینها مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. بعضی جا مبالغه هم میکنن، حتی مثلا هیتلر میگن کوره‌های آدم سوزی درست کرده بوده به نام هولوکاست که معروف است. بله در این درست است که هیتلر با یهود دشمنی خاصی داشت و اینا رو قتل عام هم کرده بود، زیاد از اینها رو کشته بود، اینا رو طرد کرده بود از سرزمین هایی که تحت سلطه خودش بود. حتی میگن که هیتلر وقتی یک روزی بهش اعتراض کردن که چرا تو با یهودی‌ها اینطوری هستی، میگه بیاد بهتون نشون بدم. یک جایی تعداد از اسرای روسی رو آورد، تعداد از اسرای یهودی رو آورد، بعد به روسیا گفت که این یهودی‌ها رو زنده به گور بکنید. هر کاری کرد روسیا قبول نکردن، اسرای روس قبول نکردن که این یهودی‌ها رو زنده به گور بکنن. بعد از اون گفت که یهودی‌ها رو گفت الان اگر شما میخواید زنده بمونید باید روسا رو زنده به گور بکنید. میگه تا همینو گفت شروع کردن بیل و کلنگ گرفتن، شروع کردن به چاله کندن که روسا رو زنده به گور کرد. گفت من به خاطر این با این قوم دشمنم، چون اینا عهد، پیمان، محبت، احسان، این چیزها اصلا سرشان نمیشه. اگه سرشون میشد خب موسی علیه السلام اومد اینا از دست فرعون نجات داد، آورد در ناز و نعمت اینا زندگی میکردن. یه روز رفتن گوساله پرستی کردن، یک روز اومدن گفتن که ای موسی دیگه ما با تو به جنگ نمیریم، چه خبره هر روز ما رو میکشی این ور میکشی اون ور، برو خدا تو بگو بیاد باد به جنگه، ما دیگه اهل جنگ نیستیم. عجیب یک امتی هستن اینا. خلاصه بعد از جنگ جهانی اول دوم، بعد از شکست هیتلر رو خلاصه اینها خانواده روتشیلد، یک خانواده پولدار خیلی معروف یهودی است در بریتانیا، اینها یک بازی جدیدی رو در جهان شروع کردن که سیطره بر اقتصاد و این دندن اینا بوده همیشه، یعنی در طول تاریخ این کارو میکنن. مثلا شما در مدینه ببینید بازار طلای مدینه دست اینا بود، بازار مدینه کلا دست اینا بود، تجارت مدینه دست اینا، بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، همه اینا اهل تجارت بودن. مسلمان ها یا اهل یثرب قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه محتاج این قوم بودن. بر صورت این قوم هر جایی که میرن اقتصاد رو دست خودشون میگیرن. مثلا در ایران برید، در یزد، در اصفهان، طلا فروشا، اکثر تاجرها قدیم زمان شاه مثلا اکثرا از یهود بودن. در هر کشور اینطوری هستن. الان کل اقتصاد آمریکا دست 5 خانواده است و هر 5 خانواده یهودیان. اینها سر اقتصاد و میدیا دو چیز مهم کار کردن، واقعا کار کردن. و بانک های بزرگ جهانی در دست این هاست و پولهای انگفتی که در بانک های بزرگ تجاری وجود داره دست این هاست. بر این اساس اینا اومدن به اقتصاد جهان مسلط شدن و بعد از قبل از سقوط خلافت اسلامی اینها هرتزل که یکی از رهبران صهیونیست های یهود بود پیش سلطان عبدالحمید عثمانی میره، آخرین خلیفه عثمانی، و از او درخواست میکنه، میگه که چون در اون وقت میدونید که خلافت عثمانی با شورش‌های داخلی و حزب ترک‌های جوان و حزب ترقی و اینها آمده بودن، خلاصه حزب‌های غربگرا لیبرال بودن، خلافت از 4 طرف زیر فشار بود، پارلمان تأسیس کرده بودن، می‌خواستن خلافت رو تبدیل به شاهی مشروطه بکنن. یعنی در یک هرج و مرج داخلی قرار داشت. از یک طرف قرض‌های کمرشکنی که دولت عثمانی گرفته بود از کشورهای غربی، این از یک جهت زیر فشار. در این وقت حساس هرتزل میاد پیش سلطان عبدالحمید میگه که تو چقدر پول میخوای بهت میدیم، همه بدهکاری‌های دولت رو هم ما میدیم، چند تن طلا میخوای بهت میدیم، تو فقط به ما اجازه بده که ما یک شهرک کوچکی در سرزمین فلسطین برای خودمون بسازیم، یک شهرک کوچک. بعد سلطان عبدالحمید داستانش معروف است، خیلی عصبانی میشه و اینو طرد میکنه از اونجا، میگه مادامی که من زنده هستم یک وجب از خاک فلسطین رو به شما نمیدم، این سرزمین وقف است، سرزمین این حق من نیست، این حق امت اسلامی است. و بعد از این قضیه بود که یهود و نصارا همه دست به دست شدن
با منافقین، با عرب‌های ملیگرا، با جهال، با منافقین، همه اینا دست به دست دادن و سبب شدن که سلطان عبدالحمید رو از قدرت کنار بزنن و در تبعید بفرستنش و بعد از اون بود که سرزمین خلافت پاره پاره شد. پرتغالی ها از یک طرف آمدن، انگلیس ها آمدن مصر رو گرفتن، فرانسوی ها آمدن قسمت هایی از خاور میانه لبنان و سوریه و این مناطق رو گرفتن، ایتالیا و اینا آمدن لیبی و شمال آفریقا و این مناطق رو گرفتن. خلاصه کشورهای استعماری اومدن سرزمین، بعد از سقوط خلافت سرزمین اسلامی رو پاره پاره کردن در بین خودشون و برای هر کشوری یک مرزی تعیین کردن. قبل از اون که مرز نبود. بعد از خلع سلطان عبدالحمید رحمت الله علیه، حکومتی که به وجود آمد در ترکیه امروزی وارد جنگ شد، در جنگ جهانی اول و در جنگ در کنار آلمان. وقتی که آلمان شکست خورد، طبیعتاً عثمانی هم شکست خوردن. البته عثمانی ها به نام بودن، در حقیقت قدرت دست کسان دیگری بود. و بعد از اینکه سرزمین خلافت پاره پاره شد و سلطان عبدالحمید از خلافت خلع شد، در این موقع است که یک قضیه بسیار مهمی رخ میده که من این رو خدمت شما در اینجا به نام بیانیه بلفور یا وعد بلفور بر عربی است، این رو به این اسم یاد میکنن. این اعلامیه تاریخی چی است؟ دولت بریتانیا اومده بود در سال 1917 سرزمین فلسطین رو اشغال کرده بود بعد از سقوط خلافت اسلامی. طبیعتا این سقوط که بهش میگیم این نبوده که یک شبه سقوط بکنه. جنگ ها صورت گرفته، هزاران، ده ها هزار نفر شهید شدن، سربازانی که ارتباطشون با مرکز قطع شده بود. سقوط خلافت یک مصیبت بزرگی بود. یعنی سربازان عثمانی در مدینه محاصره مانده بودند، در مکه محاصره بودند، در عراق محاصره بودند، در لبنان، در سوریه، در لیبیا، در هر جایی این سربازا بدون سرنوشت، بدون فرمانده، بدون مرکز، عده‌ای تسلیم شدن، عده‌ای به شهادت رسیدن و تعداد زیادی در دفاع از فلسطین، در دفاع از عراق، در دفاع از سوریه، در دفاع از حرمین شریفین به شهادت رسیدن. در این اعلامیه که من متن این رو از ویکی‌پدیا برای شما میخونم، دوستان عزیز اگر بتونن این صفحه رو هم نشون بدن. بعد از جنگ جهانی اول برای اعلام حمایت از دولت بریتانیا مجوز ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین را صادر کرد. فلسطین در آن زمان جزء قلمرو و تحت کنترل امپراتوری عثمانی بود و اقلیت کوچکی از یهودیان در آن زندگی می‌کردند. این بیانیه را در قالب نامه مورخ 2 نوامبر سال 1917 آرتور جیمز بلفور وزیر خارجه بریتانیا خطاب به لورد روچلد، یکی از رهبران جامعه یهودیان بریتانیا، و برای ارسال به فدراسیون صهیونیسم در بریتانیای کبیر و ایرلند ارسال شد. متن این بیانیه در 9 نوامبر 1917 در مطبوعات منتشر شد. در این بیانیه وعده داده شد که به یهود یک سرزمین رو در فلسطین بدن، چون فلسطین رو بریتانیا اشغال کرده بود. خلاصه یک قطعه رو دادن، یک شهری رو دادن برای اینها و اینها شروع کردن به مهاجرت از بریتانیا، از فرانسه، از هلند، از آلمان، از کشورهای اروپای شرقی، از چکسلواکیا و از پولند و از کشورهای مختلف. بخاطر می‌بینید یهودیا فعلا صهیونیستایی که در اسرائیل هستن، یکیش می‌بینی که مثلا کلا سفید پوست، موهای زرد داره، یکیش سیاه پوست است و یکیش چهره‌های مختلف دارن، چون اینا از کشورهای مختلف. هر یهودی که بود خلاصه، حتی از افغانستان، یهودای افغانستان که در هرات زندگی می‌کردن، اینها مهاجر شدن از کابل، از اصفهان، از یزد، از شهرهای مختلف ایران، از پاکستان، از هند، همه اینا مهاجر شدن و روز به روز تعداد اینا در فلسطین بیشتر شد. وقتی تعدادشون زیاد شد، اینا مسلح شدن. اینطور نبود که بیان اونجا به سلامت آمیز زندگی بکنن. می اومدن فرداش سلاح می گرفتن، مسلح می شدن. یک شهر رو گرفتن، دو شهر رو گرفتن، شهر الخلیل رو گرفتن، نمیدونم شهر کرانه باختری رو گرفتن، غزه رو گرفتن، این شهر اون شهر. آهسته آهسته همه شهرها در یک درامه ساختگی هم کأنه
اینها یک جنگی بین اینها و بین بریتانیا رخ داد، در حالی که همش یک چیز ساختگی بود که به جام بریتانیا یعنی بگه که والا من کاری نیستم، اینا اومدن به زور گرفتن. به هر صورت اینا آمدند و کل سرزمین فلسطین رو اشغال کردند و خانه های فلسطینی‌ها رو به زور می‌گرفتن، تعداد از اینها رو می‌خریدن. البته قضیه خرید خانه ها و زمین ها قبل از وعده بلفور شروع شده بود، حتی در زمان سلطان عبدالحمید شروع شده بود، چون در تاریخ میگن که به سلطان گزارش داده بودن که یهودی‌ها دارن خانه می‌خرن، به خاطر اون فرمانی صادر کرد که فروش زمین و خانه برای یهودی‌ها در سرزمین فلسطین رو ممنوع کرده بود. اما اینا می‌خریدن و در خرید و فروش خانه در بین اینها شخص سید ضیاءالدین طباطبایی، دوستان اگر نشون بدن، سید ضیاءالدین طباطبایی یزدی، روحانی، سیاستمدار ایرانی و مدیر روزنامه رد و همچنان مشاور و رایزن فرهنگی سیاسی سفارت انگلیس بود و به عنوان 29مین نخست وزیر ایران. ایشون یک آخوندم هست البته، اگر که لازم است که بدونید. به هر صورت این شخص اینجا در لباس محلی فلسطینیا هست، این وارد سرزمین فلسطین میشه. داستانش خیلی طولانی است. این شکل لباسی است که در فلسطین داشته. به هر صورت این شخص سبب میشه که سرزمین به نام یک مسلمان اونجا وارد میشه، مثل یک پراپرتی باز میکنه در اونجا و مثلا فروش املاک، خانه های فلسطینی ها رو میخرید و به یهودیا میسپرد یا با اونها با قیمت بالاتر میفروخت. من فکر کنم کلیپی هم در این زمینه داشتم، اگر که بتونم این رو ببینید. یه نکته تاریخی هم بگم برای کسی هم که اینا رو میخریده متاسفانه یک ایرانی بوده. اون آقای سید ضیاءالدین طباطبایی معروف که در کودتای 29 اسفند رضاخان یار ایشون بود و اومد و بعد چون نخست وزیر مدت کوتاهی بعد با رضاخان اختلاف نظر پیدا کرد، انگلیسی ها سید ضیاء رو برداشتن بردن در فلسطین اون زمان که هنوز تحت قیمت انگلیس بود و چون دیگه با رضاخان نمیتونست کار کنه. این آقا بود تا زمانی که رضاخان سقوط کرد برگشت. در این مدتی که اونجا بود متاسفانه ایشون چون سید هم بود، خیلی مورد احترام بود، می اومد به واسطه زمین رو میخرید و میفروخت به یهودی ها. یعنی خود بسیار از مردم، حتی اونایی که فروختن هم نمیخواستن به یهودی ها بفروشن، فکر داشتن به یک مسلمان میفروختن. یعنی متاسفانه اینجا هم نقش منفی. و این آقای سید ضیاء طباطبایی فرمودید. بله دوستان عزیز، این دیگه حرف من نیست، این اعتراف شبکه رسمی، شبکه یک تلویزیون رسمی دولتی ایران هست که یکی از کارشناساش این رو اعتراف میکنه در اونجا. در آیت الله گوگل هم اگر بنویسید سید ضیاءالدین طباطبایی یزدی براتون کل بیوگرافیش در اونجا میاد. و بعد از اون جنگ های مختلفی صورت گرفت. همین حماس که امروز شاخه نظامیش قسام که بهش میگن، قسام اصل اسم خانوادگی یکی از رهبران بزرگ، من اگر اینجا عکسشو برای شما بتونم پیدا کنم، عزالدین القسام. بله دوستان اگر بتونن نشون بدن، این شخص عزالدین قسام رحمت الله علیه اولین فرمانده نظامی فلسطینی که جهاد را بر علیه صهیونیست‌ها بعد از اشغال فلسطین آغاز کرد و بعدا خودش به شهادت رسید. خلاصه این حرکتش گرچه در اون موقع سرکوب شد، اما این حس در وجدان مردم فلسطین، چه کسانی که در داخل مانده بودند چه کسانی که مهاجر شده بودند، وجود داشت. تا اینکه بعد از بیداری اسلامی و بعد از رشادت ها و جوانمردی هایی که مردم مجاهد افغانستان در مقابل روس ها نشان دادن، یک روحی از امید در بدن امت اسلامی دمید که بله، یک ملتی بدون سلاح، یک ملتی بدون هیچ کمک، یک ملتی که حتی نان برای خوردن نداشت،
مجاهدینی که با لباسهای پاره پاره، با حتی کفش نداشتند، با پای لخت، می توانند که در مقابل یک ابرقدرتی به نام اتحاد جماهیر شوروی که میلیون ها کیلومتر وسعت داره، سلاح بمب اتم داره، هواپیماهای آنچنانی داره، جهاد بکنن و پیروز بشن. این یک روحی رو در امت اسلامی زنده کرد. یعنی بیداری اسلامی بعد از موفقیت‌های مجاهدین افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی به اوج خودش رسید. این سبب شد که یک بار دیگر در سرزمین فلسطین گروه‌های نظامی ایجاد بکنن، مردم سلاح قاچاق می‌کردن از مصر، از کشورهای مختلف و کسانی بودند که کمک می‌کردند. یکی از مجاهدین بزرگ فلسطین شیخ عبدالله عزام رحمت الله علیه است که به همراه 2 تا از فرزندانش علی و مصطفی در افغانستان به شهادت رسیدن در جنگ، در زمان جنگ روسا. البته ترور شدن در پیشاور. شیخ عبدالله عزام یک طبیب، یک دکتر فلسطینی بود که در جهاد افغانستان و این فکر جهاد رو به کشورهای عربی منتقل کرد، به فلسطینی‌ها منتقل کرد و بعد از اون حرکت جهاد اسلامی تأسیس شد، حرکت حماس، حرکت المقاومت الاسلامی حماس که مخففش حماس هست تأسیس شد و بعد از اون می‌بینیم که حرکت‌های مسلحانه و بیداری در فلسطین به اوج رسید و امروز که غزه رو شما می‌بینید با خاک یکسان می‌کنه، امروز که می‌بینید 60-70 هزار نفر در اونجا به شهادت میرسن، بعضیا یک جانبی رو میبینن، جانب تاریک، انسانهای منفی باف که بله ببینید خراب شد، کشتن، چه فایده کردن این فلسطینی‌ها، چه فایده کرد حماس. اینا اصلا انسان‌هایی هستن که بیخبرن از تاریخ، بیخبرن از شهادت، از فداکاری. مردم الجزایر، همین الجزایری که امروز در امن و امان و راحت آرامش زندگی میکنن، به خاطر استقلالشان از فرانسوی‌ها بیش از 1.5 میلیون شهید دادن. مردم افغانستان بیش از 2 میلیون شهید دادن در مقابل روسا. مردم عراق، مردم لبنان، مردم سوریه، مردم مصر در مقابل بریتانیا وقتی جهاد رو شروع کردن در مقابل اشغالگر ایستادن. قربانی نیاز داره. ما نمیگیم که باید اینطوری میشد در فلسطین، نه ای کاش نمیشد، اما این رو نشون میده، این وحشت و بربریتی که امروز اسرائیل داره نشان میده در فلسطین، نشانه این است که کارت به استخوان خودشان رسیده و اونها هم دیگه راه و چاره ای ندارن. من که مصاحبه یکی از افسرانشون دیدم میگفت که بله برای ما کشتن کودکان فلسطینی اصلا خیلی عادی است، چرا که اینا بزرگ بشن اینها جای پدرانشون رو، برادرانشون رو که کشته شدن میگیرن و فلسطین پیروز خواهد شد و فلسطین آزاد خواهد شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که روزی میرسد که سنگ و چوب صدا میکند ای مسلمان، ای مسلمان بیا، این یهودی در پشت من پنهان شده است. سنگ و چوب صدا میکنن مسلمان ها رو و این روز آمدنی است. ما یقین داریم چون رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ینطق عن الهوی. و اینکه امروز با این وحشت و با این بربریت دارن برخورد میکنن، نشانه این است که زوال خودشون رو نزدیک دیدن، کارت به استخوانشان رسیده، میدانن که دارن نابود میشن. و این بیداری که در امت اسلامی ایجاد شد بعد از جنگ غزه در طول 100 سال سابقه نداشت. شما در 100 سال اخیر سابقه نداشته که اسرائیل، همین دولت صهیونیستی اشغالگر، به این تعداد کشته بده که در مدت این 1 سال 2 سال داده. در تاریخ امت اسلامی بعد از سقوط خلافت سابقه نداشته که علمای جهان اسلام به این شکل موقف گیری بکنن. در 100 سال گذشته سابقه نداشته که مثل این جوانی که الان تماس گرفته بود در بین جوانان امت بیداری ایجاد بشه. این کینه هایی که در دل این کودکان، نوجوانان و در دل این امت نسبت به رژیم صهیونیستی، نسبت به غرب دروغگوی ظالم وحشی متجاوز که در کنار ظالمین و متجاوزین میسته، این کینه در طول تاریخ ایجاد نشده بود در 100 سال گذشته.
در 100 سال گذشته در اروپا، در آمریکا تظاهرات بر علیه اسرائیل، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگارا، افراد روشنفکر، افراد با وجدان بیان در خیابان‌ها بریزن بر علیه اسرائیل صحبت کنن، در طول 100 سال گذشته سابقه نداشت و اینا همه دستاوردهای اون خونهای پاکی است که در اونجا در مدت این 2 سال ریخته شد. دوست عزیزمون سوالی پرسیدن که مجبور شدم به این شکل مفصل جواب بدم و اینکه ما صلاح الدینی نداریم امروز، هارون الرشیدی نداریم، معتصمی نداریم، عمری نداریم، خالد ابن ولیدی نداریم، ابو عبیده‌ای نداریم امروز. این یک واقعیت است. ای کاش مثل اونها داشتیم. اما اینکه آیا در این امت خیر نیست؟ نه، هست. آیا در این امت انسانهایی نیستن که دوباره همان تاریخ مجد و عظمت رو زنده بکنن؟ هستن. باور کنید در طول جهاد افغانستان بر علیه روس‌ها، بر علیه آمریکا، در جهاد عراق، در جهاد سوریه، در فلسطین، انسانهایی بودن که مجاهدینی بودن، فرماندهانی بودن که اگر مانند دوران صحابه و تابعین و فتوحات اسلامی فضیلت و جایگاه و مقام نداشتن، کمتر از اونام نبودن. قهرمانی‌هایی که امت اسلامی در طول این 100 سال گذشته کردن. و گاهی اوقات ما فکر میکنیم که دنیا گل و گلستان بوده و الان داره وضعیت خراب میشه. نه، شما برگردید به تاریخ، کمی عقب برگردید. من دیروز یک خبری رو خواندم که جمجمه بعضی از امرا و ملوک آفریقا رو فرانسوی تازه میخوان برگردونن، یعنی بعد از 100 سال. شما اگر مثلا 100 سال پیش میرفتید وضعیت مسلمان ها رو میدید، مثلا در سال 1925 نه دولت اسلامی وجود داشت، نه کشوری وجود داشت، نه مردم همه به طرف جهل و نادانی و دوری از دین داشتن میرفتن. سرزمین های اسلامی اشغال شده بود، زنها و دختران مسلمان رو به اسارت میبردن، مال و دارایی امت اسلامی رو تاراج میکردن. فکر نکنید که مثلا الان خیلی وضع امت اسلامی خیلی بهتر است. شما برگردید مثلا به 50 سال پیش، در کل عالم اسلامی شما یک دانشگاه اسلامی پیدا نمی کردید، یک مدرسه اسلامی پیدا نمی کردید. و این امت دوباره زنده خواهد شد و این امت دوباره سر پای خود خواهد ایستاد. خب بر صورت دوستان عزیز برمیگردیم به برنامه و شماره تماس ما همچنان 2044 20 80 89 49 20. هم از طریق واتساپ و هم از تماس مستقیم می توانید که در برنامه شرکت بکنید. فکر کنم بیننده سوال کرده بودن که اگر یک شخص، خانمی موی خودش رو کوتاه بکنه، کوتاه کردن، اصلاح کردن مو اگر از شانه بالاتر نباشه که تشبیه به مردان بشه اشکالی نداره. به خاطر زیبایی، به خاطر جمال یک زنی بیاد موهاش رو اصلاح بکنه. اما ماشین کردن، کوتاه کردن شکلی که مثل موی یک مرد بشه، این تشبیه کردن به مردها هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح فرمودن که لعنت الله هست بر مردانی که خود را شبیه زنان می کنند و زنانی که خود را شبیه مردان می کنند. دقیقا این چیز رو الان دیگه شما میتونید دقیق ببینید. مرد است، تعمیر آرایش میکنه، لبستکم میزنه و زنها رو ببینید که موهاشون رو مثل مردا قیچی میکنن و لباس مردانه میپوشن و اینها مورد لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفتن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بله بله بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام به شما استاد محترم و به تمام بیننده های محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. یک سوال هستم. بفرمایید. سوال درباره شما جواب اسلامی میدید؟ سعی میکنیم انشاءالله. بفرمایید. ما سوال داشتیم در خانه ما در وقتی که نان میخوردم در کچالو یک سوزن پیدا شد، یک سوزن بود و یک در وقتی که در نان یعنی نان که هغه نیم کردیم دوم یک سوزن افتاد. این جادو یا چیزی خو نباشه؟ والا کسانی که جادو میکنن عادتا در غذا نمیکنن این چیز رو. جادو که صورت میگیرد در جاهای کثیف، در لطهای خونالود کثیف، در عادتا مثلا با خون عادت ماهیانه مثلا با این چیزها آیات قرآن را می نویسن، در جاهای کثیف دفن میکنن. جادو به این شکل است اکثرا. اما این که در داخل غذا سوزن پیدا شده دو تفسیر میشه داشته باشه. یکی کسی مثلا از دشمنی این رو گذاشته، چون میدونید که خوردن سوزن و وارد شدن سوزن به بدن مشکل جدی برای انسان ایجاد میکنه، خونریزی داخلی ایجاد میکنه، حتی میتونه که سبب مرگم بشه اگر که به دکتر یعنی در وقت مناسب مراجعت نکنن. یا اینکه شاید هم اشتباهاً مثلا کسی که غذا پخته از پیشش مثلا شاید افتاده باشه در داخل غذا، اینم امکان داره. اما این علامت جادو نمیتواند باشد خواهر گرامی. وقتی که نان میخورد در هرش برآمد. خب همین یک دفعه در کچالو برآمد. وقتی که ما کچالو هغه کردیم در پوست کردیم در مابینش برآمد. یعنی فکر نمی کنم که این جادو باشه، چون این از علائم جادو نیست. عادتا جادوگرها جادوشان را در جاهایی میکنن که جاهایی کثیف باشد، در زیر زمین دفن میکنن، در کنار دریا میندازن یا در چاه میاندازن. انشالله که جادو نیست. انشالله که جادو نیست. خب یک سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. سوال ما در واقع که یک خانم آمد از خانه ما خاکستر برد. خاکستر از تنور برد. او کسی که است دختر پاکای ما میشه. درست؟ آیا این به خاطر چیزی دیگه خود نبرده؟ نه انشالله. ببینید عادتا جادوگرها لباس میبرند، ناخن، موی سر، مسواک، کفش، لوازمی رو که یک نفر استفاده میکند به شکل شخصی. متوجه شدید؟ به خاطر همین یه جارو که میبره شاخه جارو که است وقتی که اتاق جارو که اون شاخه اون جارو میشه. به خاطر همین ببینید به کسانی که اعتماد بله به کسانی که اعتماد ندارید یا فکر میکنید که اهل سحر و جادو هستند، اونها را اولا حق دارید که به خانه خودتان راه ندهید، هر کسی که میخواد باشد. چون جادوگر و کسی که جادو میکند این مسلمان نیست، کافر است. او از خانوادی مثلا ولو اینکه خانواده باشد، ولو اینکه دختر کاکا باشد، دختر عمه باشد، ولو اینکه خواهر و برادر باشد، مادامی که میفهمید که آغشته به سحر و جادو هستند، حق دارید که اونها رو در خانه تان راه ندهید. کلا در رو ببندید، اصلا برویشان باز نکنید. استاد بزرگوار یک سوال دیگه داشتم. بفرمایید. درباره وقت دختر آیا بسته میشه؟ ببینید من در یک برنامه مفصل صحبت کردم در این مورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما اذکار صبح، اذکار شام، اذکار بعد از نماز، همه اینها رو به ما یاد دادن و در کتابی به نام پناهگاه مسلمان از طریق اینترنت می توانید این رو به فارسی هم پیدا بکنید، به پشتو هم هست. متوجه شدید؟ در این بله این که کسی که اذکار صبح و شامش را بخواند
یقین داشته باشید، یقین 100% داشته باشید که به هیچ عنوان صبح و شام، بله، اذکار صبح و اذکار شام، کسی که اذکارش را بخواند، اذکار بعد از نماز را بخواند و 5 وقت نماز خود را سر وقت بخواند، به هیچ عنوان هیچ سحر و جادویی در او تأثیر نمی کند. این وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. استاد بزرگوار اگه سوال دیگه داشتم. بس نیست خواهر گرامی. تشکر از شما. بفرمایید. بفرمایید. سوال داشتم که با مولوی صاحب تماس بگیریم یه سوالای ما را جواب بده. بفرمایید. یک سوال داشتم، اگر امرا یک مرده اگر چیزی بمانه او گناه داره، مثلا امی زانی اگر بند میکنه او بمانه او گناه داره؟ نه چیزی که مثلا نه مشکل، مثلا کسی دست و پای مصنوعی داشته، دندان مصنوعی داشته، یا به همراهش در کفن کردن مثلا یک چیزی گرچه یعنی باید در اثنای غسل دادن اون چیزای اضافه‌ای که هست از بدن مرده دور شود و کفن شود، اما اگر گذاشته می شود و یا اشتباهی می رود در داخل قبر، هیچ تأثیری بر مرده ندارد. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. دوست عزیزی در اینجا نوشتن که سوره نساء آیه 141، سوره نساء آیه 141 رو باز میکنیم. اینجا 141 بله، این آیه طولانی است. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. بعضی هستن منافق هستن، اینجا صفت منافقین رو بیان میکنه. همینطور دارن نگاه میکنن، میگن پیروزی کدوم طرف است. اگر این طرف پیروز شد میگه ما با شما بودیم، اگر اون طرف پیروز شد میگه ما با شما بودیم. بعضی از احزاب و گروه ها بودن در افغانستان، مثلا دیروز در حکومت جمهوری هم اینا قدرت داشتن، دفتر داشتن، دیوان داشتن. امروز در حکومت طالبان ببینید که دفتر دارن، دیوان دارن، وظیفه دارن. اینها از این گروه هستن، اینها منافقن. یا یک تعداد از افراد اینها میرن به این طرف، یک تعدادشون میرن به این طرف که هر کدام که پیروز شد بگن که ما با شما بودیم. صفات اینها رو الله متعال در اینجا بیان میکنه. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. منتظر هستن شما پیروز شدید، میگن ما با شما بودیم. و این کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم. و وقتی که کفار اگر پیروز بشن چی میگن؟ ما که با شما بودیم، ما بر علیه اونا بودیم، ما که اونا رو دوست داریم، اونا تروریست ها هستن، اونا فلان هستن. بعد فالله یحکم بینکم یوم القیامه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و الله سبحانه و تعالی هرگز برای کافران راهی برای تسلط و زیان بر مؤمنان قرار نداده است. این قسمت های داستان جالبی داره. یک روز میگن یکی از علمای مصر بود فکر کنم یا از فلسطین، یکی از جنرال های بریتانیایی و همچنین یک داستانی رو در زمان مغول میگن که همچنین اتفاقی هم افتاد که اومدن گفتن به این مسلمان که شما در قرآنتون یک آیه دارید که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یعنی خداوند هیچ وقت این که کافر بر مسلمان مسلط شود و به زیان بزند این چیز امکان ندارد. در آیه همچین یک چیزی برداشت میشه. اما امروز ما بر شما مسلط شدیم، شما رو کشتیم، زدیم، سرزمیناتون رو هم گرفتیم. در اینجا خیلی جالب جواب میده، میگه که در اینجا گفته که علی المؤمنین، نگفته علی المسلمین. اگر ما واقعا مسلمان واقعی می بودیم شما بر ما مسلط نمی شدید.
پس ما مسلمان مؤمن واقعی نبودیم. چون ما مؤمن داریم، مسلمان داریم. مسلمان همه رو شامل میشه. حتی اون منافق هم میگه من مسلمانم، حتی اون که نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، زکات نمیده، حجم نمیکنه، جهادم نمیکنه، اونم میگه من مسلمانم. اما مؤمن واقعی کیست؟ مؤمن واقعی کسی است که برای اعلای کلمت الله جهاد میکنه. مؤمن واقعی کسی است که به این آیه عمل میکنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، که زندگی من، حیات من، همه دار و ندار من، نماز من، اعمال من، عبادت من، همه برای الله سبحانه، اصلا زندگی و مرگ من برای الله متعال است. این مؤمن واقعی است. پس اینجا گفته که علی المؤمنین، نگفته که علی المسلمین. ما مسلمان هستیم اما مؤمن نیستیم. اگر مؤمن می بودیم شما بر ما مسلط نمی شدید. بیننده عزیز بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام مصطفی. سلامت باشید. تشکر از شما. یک سوالی داشتم، خواستم بدونم مهدی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تولد بشارتش رو 1400 سال پیش داده، آیا این مهدی در آخر زمان که تولد شود یک حکومت جهانی تحت لوای اسلام تشکیل خواهد داد؟ این حکومت مهدی چطور حکومتی است؟ ببینید در احادیث در مورد صفات مهدی آمده. اسمش اسم من است، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اسمش محمد است. اسم پدرش میفرمایند که اسم پدر من است، یعنی مهدی ما اهل سنت اسمش محمد ابن عبدالله است. شیعیان به مهدی اعتقاد دارن که اسمش مهدی ابن چی است؟ حسن عسکری است. مهدی ما از فرزندان حسن است، مهدی اونها از فرزندان حسین است. مهدی اونها به دنیا آمده، مهدی ما به دنیا نیامده. یک سری صفات کلی بیان شده در مورد مهدی، اما اینکه مهدی چگونه حکومت خواهد کرد، از کجا آغاز خواهد کرد، حتما مثلا یک انسان سفید پوش با ریش بلند یک فوت میکنه، هواپیما سقوط میکنه، یک اشاره میکنه تانکا منفجر میشه، اینطوری یک شخصیت است که با سحر و جادو با معجزات میه، نه، این چیزا در احادیث نیامده. من نظر مثلا مولانا مودودی در مورد مهدی خیلی میپسندم اون نظر رو، با وجودی که یعنی دلیل شرعی از احادیث نداره، چون در احادیث در این مورد ذکر نشده. ایشون میگه که مهدی امکان داره یک فرمانده لشکر باشه، امکان داره رئیس جمهوری باشه، امکان داره پادشاهی باشه، امکان داره یک شخصیت مهمی باشه، امکان داره یک عالم دینی باشه و از همه تکنولوژی و دستاوردهای بشری برای عدالت، برای برابری، برای مساوات استفاده بکنه. و یعنی بعضیا که میرن در لابلای این مسائلی که والا مهدی میاد این کار میکنه این کار میکنه، این هیچ گونه دلیل شرعی نداره. اما آنچه که برای ما ثابت است از احادیث این است که وقتی که مهدی میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه. ببینید عدالت، هر حکومتی که عدالت رو در جامعه پیدا بکنه این حکومت چی است؟ پیروز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رو فرستادن حبشه. در حبشه کی حکومت میکرد؟ نجاشی. نجاشی مسلمان بود؟ نبود. فرمودن که در حبشه پادشاهی هست عادل، بروید در آنجا، در سایه حکومت شما او کسی بر شما ظلم نمی کند. پس این جمله خیلی از پیامبر صلی الله علیه و سلم جالب است که میفرمایند که در آخر الزمان شخصی میآید مهدی که دنیا را پر از عدل و داد می کند. هدف اصلی حکومت اسلامی چی است؟ عدالت. بله. یعنی احتمال داره که این مهدی حتی مسلمان هم نباشه؟ نه مسلمان است. در این که مسلمان است هیچ. مثلا حدیث دیگری داریم که وقتی که مهدی در همین مسجد که در دمشق هست، مسجد اموی، جامع اموی، در احادیث ذکر شده که در مسجدی در دمشق، در اونجا وقتی که امامت میکنه، در اون زمان عیسی علیه السلام هم از آسمان به زمین میاد. این هم خودش یکی از علامات مهدی بودن شخص است که عیسی علیه السلام در اون زمان میاد، چون که ما اعتقاد داریم که عیسی علیه السلام را الله سبحانه و تعالی برد به آسمان. عیسی علیه السلام میاد و کأنه
مهدی میخواد که برگرده، چون او پیامبر است، پیامبر اولوالعزم است، او امامت رو ادامه بده. اما طبق روایت میگه که عیسی علیه السلام به امامت ایشان نماز میخوانه و این دلالت بر این است که عیسی علیه السلام وقتی برگرده به شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برمیگرده، نه به شریعت مسیحیت. بله. و به عنوان مطلب آخر احادیثی که رسول الله راجع به مهدی متاسفانه تماستون قطع شد. احادیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مهدی فرمودن، این احادیث چطور هست؟ شاید اگر سوالت این باشه، احادیث متواتر است و قضیه آمدن مهدی در آخر الزمان، به دنیا آمدن مهدی در آخر الزمان یک واقعیت هست و از احادیث ثابت است، احادیث متواتر است. بعضیایی که میان انکار میکنن، دلیل منطقی ندارن، دلیل علمی ندارن. بعضی هم ضد میکنن با شیعه، عباس که شیعه مثلا به مهدی اهتمام دادن و اهمیت دادن. بعضی ها راه افراط رفتن، بعضی ها راه تفرید. اما این یک حقیقت است که مهدی در آخر الزمان میاد. السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. الو، صدا میاد؟ بله بله، صدا شما میاد، بفرمایید. سلام علیکم، زنده باشین آقای استاد انصاری عزیز. سلامت باشید، بعد تشکر. از سالها خیلی شما صحبت میکنم، یه آرزو بود. سلامت باشید. دیگه شما خیلی زیاد دوست دارم. و اینکه یک موضوع ما مثلا بگم، گاهی وقتی از یوتیوبرها، افغانها یا بعضی از علمایی که مثلا نسبتا تازه به دورانم یا زیاد معلومات عمومی ندارم از دیگه کشورها یا خیلی دیدگاه نخوده، مثلا در مورد شما یا از شیخ بردل یا دیگه علما صحبت میکنم، از طرف مردم افغانستان من معذرت میخوایم. خواهش میکنم برادر گرامی، مهم نیست. شیخ بردل و امثال این علما فکر نکنن که مردم افغانستان نسبت به شما همچین فکر میکنن. تمام جوانها، علما، قاری یا کسایی که مسائل دینی میفهمن، همه یعنی به ویدیو شما نگاه میکنن و شما رو واقعا قبول دارن. من هر بار هر مسئله که شرعی سوال داشته باشم، همیشه مثلا سرچ میکنم به یوتیوب، ویدیو شما رو میبینم و مورد تایید من هست. خود من مسائل دینی زیاد خوندم. الله و که واقعا گاهی وقت میگم خداوند برای من پول بده، مثلا به خاطر علما یا خیلی کسایی که خداوند برای ما همین نعمت‌ها بده، به خاطر تک تک از اینا میگم ذبح کنم به نام آقای انصاری، به نام کانال ندا، کانال وصال، کانال نور. یعنی واقعا به آخر زمانه صحیح ترین حدیث ها، صحیح ترین روایت ها و بهترین شکل اسلام به این دور زمانه واقعا برای ما میرسانیم و به جامعه این یک نعمت خیلی بزرگیه و قدر از این واقعا دیگه ما میدونیم. الله مطالب استن. سلامت باشید، الله مطالب استن کنه. زنده و سلامت باشید برادر است. سلامت باشید، زنده باشید. انشالله سلامتی شما و کار همیشه برای شما دعا میکنم. زنده باشید برادر عزیز. زنده باشید. الله مطالب استن کنه. سلامت باشید. تشکر از شما. تشکر از لطف شما. زنده باشید. زنده باشید. زنده باشید. برادر عزیزمون هستند، در این انکار نمی کنم که خیلی از شاید از عزیزان شیعه باشن، از افغانستان، از تاجیکستان، بنابر سوء فهم یا گاهی اوقات تعصبات بدگویی هم بکنن، حتی توهین بکنن، فحش بدن. اما حقیقتش به عنوان یک مسلمان ما همیشه برای اونها آرزوی مغفرت کردیم، همیشه آرزوی هدایت هم برای خودمان و هم برای اونها کردیم. قضیه هدایت، بعضیا تا بگه الله متعال هدایتت بده ناراحت میشن، بعضی میگن مگر من گمراه هستم. هدایت همیشه ما از الله متعال در هر رکعت نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، ما را هدایت بکن به راه راست. ما نیاز داریم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که در سختی ها و مشکلات گرفتار می شدن دعا می کردن که بارالها مرا به اندازه یک پلک زدن هم به حال خودم رها نکن. به اندازه یک پلک زدن، به اندازه یک پلک زدن الله متعال اگر ما رو به حال خودمون رها بکنه ما گمراه میشیم.
به خاطر همین هر رکعت نماز میدونید که خواندن سوره فاتحه این رکن است که نخوانی نماز درست نیست. اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار ما رو به راه راست هدایت بکن. همیشه از الله متعال هدایت میخوایم، هم برای خودمان هم برای برادران و خواهران مسلمانمان. کسانی بودن، مثلا شخصی بود بنابر یک سوء فهمی 1 سال تقریبا چندین بار در برنامه ها زنگ زد، فوش های رکیک ناموسی هم داد، در حتی نمیدونم از کجا پیدا کرده بود به شماره خاص من زنگ زد. یک روزی هرچی از دهنش اومد گفت. بعد از این که تموم شد گفتم خب تموم شد حرفات؟ فارغ تموم شد 4 تا فوش دیگر هم اضافه کرد. هم غفر الله لك و لوالدیک، الله تو و پدر مادرتو بیامرزه. تلفنو بستن. این شخص 2.5 سال 3 سال بعد خودش یعنی حضوری اومد در دفتر شبکه، اومد در به سال حق در مدینه، اومد و گفت من همون کسی هستم که بهت زنگ زده بودم و معذرت خواهی کرد. انسان گاهی اوقات عصبی میشه، گاهی اوقات تعصبات، متاسفانه یکی از بدبختی‌هایی که ما داریم تعصب است. امروز مثلا صحبتی داشتیم با یکی از عزیزان، من نقدی کرده بودم از بعضی از اساتید، یعنی مثلا اسد وزین یا از حکمتیار یا از سیاف یا از بعضی از علما و دعوتگران، مستقیم یا غیر مستقیم، شاید در بعضی اوقات کلمات تندی هم استفاده شده باشه. خیلی از عزیزان اومدن، بعضیا حتی یکی از علمای بزرگوار حتی اومد تا دفتر در داخل کتابخانه تنها مرا نشون، گفت خواهش میکنم این کلیپ ها رو همین الان آفلاینش بکن. من چون خیلی این شخص رو دوست داشتم و احترامش هم دارم، همونجا لپتاپم باز کردم، گفتم کدوم کلیپ ها رو؟ گفت در مورد فلانی که صحبت کردی، مثلا 10 تا 12 تا کلیپ بود، همه رو آفلاین کردم به شکل موقت. گفتم خب بعد از مدتی گفتن که آقا فلانی ترسیده و نمیدونم پشیمان شده از اون حرفایی که زده، سبب شد که دوباره اونا رو روشن بکنم، کلیپ ها رو دوباره پخش بکنم. بعضیا تماس گرفتن، بعضیا پیام فرستادن، بعضیا تهدید کردن. حتی یک کسی اومد مثلا همین پارسال گفت که والا یک گلوله کافی است که، یعنی نگفت که ما این کارو میکنیم، اما گفت یک گلوله کافی است که خلاصه بفرستند اونور دنیا. ببینید این دین است، مسئله شوخی نیست. من امروز به یکی از دوستان این رو بیان کردم، گفتم ببینید ما در بین صحابه متقی تر از ابوذر نداریم، بلا منازع متقی ترین صحابه است. ابوذر متقی ترین صحابه است. هر صحابه یک صفتی داره. مثلا شجاع ترین صحابه به اصطلاح خبیر در جنگ کی است؟ خالد بن ولید است. هیچ کس مثل خالد نیست. در طول حیاتش در هیچ جنگ شکست نخورده که فرماندهی در دستش بوده. از سیدنا عمر خواستن آرزو بکن، یک آرزو کرد که ای کاش این خانه پر از طلا باشه، یک آرزو کرد ای کاش این خانه پر از نقره باشه، یک آرزو کرد ای کاش این خونه پر از این باشه. حضرت عمر گفتن یا امیر، به حضرت عمر گفتن یا امیرالمومنین تو هم یک آرزو بکن. گفت ای کاش این خانه پر از ابو عبیده بن جراح می بود. یعنی مردها چه آرزوهایی میکنن، هر کس آرزوش به اندازه همتش است. خب هر کدام از صحابه یک ویژگی خاصی داشتن. ابوذر غفاری در تقوا، زهد و تقوا، این آدم هم میدونید که در آخر حیاتش هم در بیابانی در تنهایی در اونجا فوت میکنه و بعدن داستانش عبدالله ابن مسعود از اونجا عبور میکنه و بنابر بشارتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم که جمع غفیری از مؤمنین بر تو نماز میخوانن، در یک ربزه میگن منطقی است حدود 200-300 کیلومتر خارج از مدینه، در یک بیابان در اونجا دفن شده. این ابوذر رضی الله تعالی عنه یک روزی با بلال حرفش میشه. خب انسان بودن، یعنی صحابه بین خود با هم دیگه قهر میکردن، آشتی میکردن، دعوا میکردن. حرفش میشه سر یک موضوع، میگه برو بچه زن سیاه. یعنی این رو با یک تحقیر بهش میگه، یعنی تو حالا اومدی در بین ما شدی بلال مؤذن رسول الله، تو بچه همون زن سیاه حبشی هستی. بلال بهش بر میخوره، میره به رسول الله صلی الله یا رسول الله، میگه ابوذر به من اینو گفت. خواستن ابوذر رو گفتن بیا اینجا، گفتن یا ابوذر
انت امرؤ فیک الجاهلیه، تو مردی هستی که انسانی هستی که هنوزم در تو جاهلیت مانده. خب این نمیشد که حالا پیامبر چون که این ابوذر بود و متقی بود و از اصحاب صفه بود و فلان بود و این بود، حالا پیامبر به این چیزی نگه خویشتنداری بکنه؟ نه، به روش گفت یا ابوذر انت امرؤ فیک الجاهلیه. در غزوه بنی مصطلق از فکر کنم که مهاجرین و انصار با هم دیگه سر آب کشیدن دعواشون میشه. طبعا مهاجرین از مکه اومده بودن، انصار خانه هاشون رو، زندگیشون رو با اونا تقسیم کرده بودن، به اونا جا داده بودن. چند سالی گذشته بود، مهاجرین هم دیگه اونجا خانه خودشون فکر کرده بودن دیگه، گاهی اوقات یک تکبری هم میکردن، یک حرفی هم میزدن. دلوی رو انداختن در چاه. یکی از غلامان انصار گفت این از من است، اون غلام مهاجر گفت از من است. خلاصه این داد زد یا للمهاجرین، اون داد زد یا للانصار. اومدن مهاجرین و انصار نزدیک بود که بجنگن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد گفت که من در بین شما زنده ام و شما فریاد جاهلانه سر می دهید یا نداهای دوران جاهلیت را سر می دهید؟ یا ابوبکر و عمر در طبق روایتی در پیش روی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سر صدا کردن. ابوبکر گفت حرف من درست است، عمر گفت که نه حرف من درست است. سر صداشون که بالا گرفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش وحی نازل شد. وحی نازل شد، میدونید چه سوره نازل شد؟ من هم طبق یک از روایات این سوره نازل شد، سوره حجرات. دوستان نشون بدن یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدایتان را بر صدای پیامبر بالاتر نکنید. ولا تجهروا له بالقول، وقتی باش صحبت میکنید بلند بلند صحبت ای فلان نگید اینطوری. که جهر بعضکم لبعض، مانندی که با هم دیگه اینطوری با صدای بلند صحبت میکنید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون، امکان داره که اعمالتان نابود بشه، از بین بره، در حالی که شما خبر ندارید. نگفت خداوند، نگفت که پیامبر نگفت که چون که این ابوبکر و عمر است دیگه حالا این صحابه هستن، یکیش یار غار است و یکی دیگه شب وزیر خاص هست و مشاور خاص من، حالا دیگه اینا رو بین مردم دیگه من چیزی نگم. نه، در دین الله سبحانه و تعالی با هیچ کس خویشتنداری نیست، مجامله نیست. حق حق است، گفته میشه. بعد از نزول این آیه میگن وقتی که عمر می اومد در مجلس پیامبر رضی الله تعالی عنه، وقتی صحبت میکرد انقدر آرام صحبت میکرد که پیامبر گاهی اوقات میپرسیدن صلی الله علیه و سلم این چی میگه؟ کسی هست که حرف اینو به من برسانه که این داره چی میگه؟ بابا یکم بلندتر صحبت کن. چون آیه بعدی میگه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. میگه کسانی که صداشون رو در جلوی پیامبر صلی الله علیه و سلم پایین میارن، اینا کسانی هستن که الله سبحانه و تعالی قلب‌های اونها رو آزمایش کرده، ایمان اونها رو آزمایش کرده. لهم مغفرت، برای آنها مغفرت است، و اجر عظیم، و اجر بزرگ است برای آنها. حالا در مورد آیاتی که در مورد اعمالی که صحابه انجام دادن و الله متعال اصلاح کرده، حتی در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون پیامبر با وحی کنترل میشد و داشت دعوت میکرد بزرگان مشرکین رو. یک مسلمان عادی اومد یه چیزی خاص، پیامبر بهش التفات نکرد، آیه نازل شد، سوره کامل نازل شد، عبس و تولی ان جاءه الاعمى. ای پیامبر چرا از روی میگردانی؟ این بنده خاص ماست. درسته که لباسش خراب است، پولدار نیست، منصب نداره، رئیس و سردار قبیله نیست، اما این نزدیک بنده نزدیک من است، تو چطور از این رو میگردانی؟ و در روز احد پیامبر وقتی این خون رو دید که از سر و صورتش جاری میشه، فرمودن که چطور یک قومی رستگار خواهد شد که پیامبرش را به این آل روز بیاندازد. همان لحظه جبرئیل آمد گفت الله میگوید لیس لک من الامر شیء، تو حق نداری در این مسئله تسلیم بگیری.
سوره آل عمران آیه 100 دوستان اگر نشون بدن، این آیه نازل شد: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. ای پیامبر تو کاری نیستی که در این مورد تصمیم بگیری، این تصمیم رو الله میگیره، کی رو عذاب بده کی رو ببخشه این رو الله تصمیم میگیره، تو حکم نکن. این فقط این خاص و ویژه الله سبحانه و تعالی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی این آیه رو نازل میکنه که بگه که ای محمد، ای حبیب من، تو با این جایگاه سید الانبیا هستی، سید البشر هستی، خاتم النبیین هستی، محبوب من هستی، خلیل من هستی، اما لیس لک من الامر شیء، در این مسئله تو دخل نداری، این کار ماست. ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، برگشتشان به سوی ماست، حساب کتابشان به دست ماست. چی شد؟ از همین کسایی که پیامبر فکر میکرد که در روز احد اینا رستگار نمیشن، از بین همینها اکرمه خارج شد، خالد ابن ولید خارج شد. خالد ابن ولیدی که برق شمشیر شام و فلسطین و سوریه و عراق و ایران رو فتح کرد. از بین همین کسانی که در احد بودن اکرمه بود. اکرمه فرزند ابی جهل است. اکرمه رضی الله تعالی عنه بعد از این که مسلمان شد، بعد از فتح مکه، یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی مسلمانان در فتوحات بود. داستان معروفی که شاید شنیده باشید که میگن زخمی افتاده بود، وقتی آب بهش بردن گفت ببر به اون رفیقم بده، بعد پیش اون که رفتن گفت ببر به اون رفیقم بده، بعد از سومی رفتن که اون فوت کرده بود، برگشتن به اولی که اونم فوت کرده، رفت پیش دومی که اونم فوت کرده. میدونید یکی از این افراد کی است؟ اکرمه ابن ابی جهل است، فرزند ابی جهل. همون که پیامبر فکر میکردن صلی الله علیه و سلم که این قوم رستگار نمیشه، اما الله متعال میگه که لیس لک من الامر شیء. بعد از اون آیه بعدش چی میگه؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم. هرچه در آسمان و زمین است مالکش، صاحب اختیارش الله هست. یغفر لمن یشاء، هر کی رو بخواد میبخشه، و یعذب من یشاء، هر کی رو خواست عذاب میده. تو مالک آسمان ها و زمین نیستی، تو مالک عذاب و مغفرت برای مردم نیستی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی. ای محمد صلی الله علیه وسلم، تو نمیتوانی کسی رو که دوست داری هدایت بکنی، الله کسی رو که بخواد هدایت میکنه. پس امروز خیشتنداری نکنید. این عالمی دعوتگری که امروز والا چون این فلانی هم حزبی من هست، هم قوم من هست، نمیدونم هم فکر و منهج من هست، حالا هر غلطی که کرد من نباید از او انتقاد بکنم، این غلط است. این کار سبب میشه که یک رکن مهمی در دین رو شما تعطیل کردید که امر به معروف و نهی از منکر است. والا عالم و دعوتگری که شخصی بهش پول میده و به خاطر اون پول حق رو نمیگه، بعضیا هستن نه با پول میخرن دعوتگرا رو، علما رو، پول بهشون بده که دهنشو ببندی ساکت بکن دیگه از تو انتقاد نکنه. مثلا شورای اخوت، همه علمای سنی که در اونجا بودن، سنیای اثناعشری، سنی های اثناعشری، در کنار برادرانشون شیعای اثناعشری، چون پول میگرفتن دهنشون بسته بود، هیچ صدایی از سنگ صدا در میامد، از اونها نه تنها چیزی نمیگفتن بلکه میومدن کسانی که سخن حق رو میگفتن از اونها انتقاد میکردن. پس نقد گاهی اوقات، چون بعضی از دوستانی که از ما ناراحت هم میگه، یکی اومد میگه من تعجب میکنم که فلانی چطور از فلانی صاحب نقد میکنه. بابا جان کلام حرف غلط گفته باید نقد بشه. ما نباید دیگران را از دین خدا، از کتاب الله، از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر دوست داشته باشیم. الله متعال مؤمنین واقعی رو صفاتشون رو چی میگه؟
میگه که اگر شما این آیه هم خدمتتون همینجا نقل نشون بدم. میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله. میگه تو نمیابی قوم مؤمنی رو که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشه اما مودت بکنه، دوستی بکنه، طرفداری بکنه از کسانی که با الله و رسول دشمنی دارن. ولو کانوا آباءهم، ولو که پدرانشون باشه، او ابناءهم یا فرزندانشون باشه، او اخوانهم یا برادرانشون باشه، او عشیرتهم قوم و قبیلش باشه. یک روزی با یک عالمی دعوتگر بزرگی گفت فلانی فلان حرفی رو زده، ای خیر چیزی نگید، بدخشی خود ماست. برادرمون از بدخشان بود، برادران عزیز بدخشانی بر نخوره، دوستشان داریم، عزیزان زیادی از دوستان و رفقای ما از بدخشان هستن. اما اون جالب بود یعنی برای من، گفت که از بدخشان خود ماست و چیزی نگید. یعنی چی؟ یعنی مادامی که اون از وطن من است، از ایران است، از افغانستان است، از تاجیکستان است، یا از خوجند و کابل و هرات و اصفهان است، من بهش چیزی نگم؟ این عین جاهلیت است، عین جاهلیت است. ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک. مادامی که این الان خداوند یک میزان رو برای شما اینجا آماده کرده، برید خودتون رو در این میزان بسنجید. مادامی که الله و رسول رو از اینها بیشتر دوست ندارید، مؤمن نیستید. اگر بیشتر دوست دارید، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. اگر الله و رسول رو از پدر و مادر و زن و فرزند و قوم و قبیلت بیشتر دوست داری، خداوند در قلب تو ایمان را نوشته است. و ایدهم بروح، مورد تایید الله سبحانه و تعالی است. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، وارد بهشت هایی میکنه که از فرودست آن نهرها جاری است. خالدین فیها، جاودان میمانند در آنجا. رضی الله عنهم، الله از آنها راضی است. و رضوا عنه، و اونها از الله راضی اند. اولئک حزب الله، اینها حزب الله هستند. الا ان حزب الله هم المفلحون، یقینا بدانید که حزب الله سبحانه و تعالی رستگار هستند. بیننده عزیز بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز خوب هستید؟ سلامتیتون خوب است؟ زنده باشید. خیلی شادم از آنکه جواب داده. بسیار راستی گپ با خاطر خدا گوش میکنیم، تو نه بسیار ذوق داریم در برنامه شما. سلامت باشید برادر عزیز. دوست شما از غیب فریدون نام داریم از تاجیکستان، ولی در عین حال در انگلیا قرار داریم. ماشاءالله ماشاءالله، الله مطالبستان کند برادر عزیز. آمین. استاد مهربان، راستی گپ یک سال بسیار در فکرم سالهای پیش که شما را گوش میکنم، شاید 10 سال زیاد شد، انا همین در فکر فقط یک سوال ایختون اگر جواب بگیرم با فکرم بهتر میشود. بفرمایید. امیر ریش مردن طبق سنت باید یک کف باشد، با فهمیدگی ما با خوندگی ما باید یک کف باشد. آیا اگر ما پستر از یک همین مشتی خود ما ریش گذاشتیم، این هم سنتی میشود یا که یکی نمونه بی خوب تره، این کدامش مثال بهتره؟ برای از شما را بگیرم دویم یک خیلی است، یک رنگ است. بله برادر عزیز، ببینید آنچه که در سنت است، من در یک برنامه دیگرم برادر عزیز سوال کردن در این مورد، گفتم بعضی از علما و بعضی از دعوتگرها هستن چون خودشان یک فعلی رو انجام میدن به خاطر توجیهش میان خلاصه روایت سر هم میکنن و کار عملکرد خودشان را توجیه میکنن. این که ریش من آیا مطابق سنت است؟ نه، نیست. آنچه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که ریش باید ارخ اللحى، عف اللحى، اترک اللحى، در 3 حدیث با 3 لفظ صریح آمده است. ریشتان را بگذارید، ریشتان را رها کنید، ریشتان را بسیار بگذارید. این ریش مطابق سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست. مثل این است که مثلا در حدیث نماز جمعه ما داریم میگن که کسی که قبل از خطبه وارد مسجد شود مانند کسی که یک شتر قربانی کرده باشد. درست است؟
کسی که وقتی که امام می ایستد وارد مسجد شد مثل یک گوسفندی قربانی، او کما قال صلی الله علیه و سلم، حدیث دقیقاً به یادم نیست اما به همین معناست. میگه کسی که وقتی که امام خطبه را شروع کرد وارد مسجد شد، براش یک تخم مرغ است، فکر کنم به این شکل است، یه اندازه یک تخم مرغ، اجرش یعنی پاداشش. یعنی کسانی که بعد از شروع خطبه میآیند به نماز جمعه هیچ اجر و پاداشی ندارند، فقط نماز جمعه ادا شده است. درست؟ گناهکار نشدن، نماز جمعهشون ادا شده، اما از اجر و پاداش بی نصیبند. خیلی دقیق است این حدیث، نه؟ ببینید مثل همین ریشی که به اندازه سنت نباشد، از آن اجر و ثوابی که ریش گذاشتن هست طرف محروم است. و برای هر کس یک دلیلی هست. شاید مثلا یک نفر در یک جامعه زندگی میکنه که با ریشی یک قبض ریش اگر داشته باشه مردم اذیتش میکنن، یعنی شاید بعضیا برای خودشون عذری میتراشن، اما این عذرها رو ما خودمون میدانیم که این عذر موجه هست یا نیست. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره، یعنی میگه انسان آگاه هست به امور نفس خود ولو اینکه عذر بیاره که نه اینطوری است آنطوری است. اما آیا ریش به این اندازه گذاشتن یا از این کوتاه‌تر گذاشتن بهتر است یا ریش تراشیدن؟ میگیم نه، ریش گذاشتن بهتر است، ولو که یک میلیمتر هم باشد، هرچی بیشتر بهتر. اما آنچه که مطابق سنت است یک قبضه است. وقتی یک قبضه اینطوری گرفتید و ریشتان از اینجا آمد بیرون یک چند تارش، در اون صورت می توانید بگید که ریشتان مطابق سنت است. بله. از ما راستی گم هم یک مشت است، یک کف است. در اینجا قرار دیم الحمدلله روز در نماز جمعه اشتراک کردیم. بعد راستی گم امی چند نفری خطی ما کار میکنن، به حد بسیار هستن مردمی برادرای مسلمان که ترک نماز جمعه میکنن، اگه اون تشون قریب نمیرون، نه که در اینجا مجبور نیست که باید کار کنن، اما در سال آینده شاید باز فریاد نکنن به همین خاطر یا کمتر از تهدید همین چیز میترسن که از کار نرونن، از باری دیگر فریاد نکنن، نماز جمعه را ترک میکنن. ما دوی میرویم که ما را فریاد کنن نکنن، دیگر توکلیم و وقت. بله، به اونها بگویید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند که کسی که نماز جمعه را ترک میکنه، الله سبحانه و تعالی مهر میزنه بر قلبش و او از جمله غافلین میشه. یعنی این یک عذاب است، یک عقوبت است. و در حدیث صحیح دیگری می‌فرمایند که کسی که 3 جمعه رو پشت سر هم ترک بکنه، الله سبحانه و تعالی قلب او رو مهر میزنه. مهر زدن مانند این است که انسان وارد یک مرحله، در آیه میگه بران علی قلوبهم، قلبهایشان زنگ گرفته، زنگ زده، زنگار گرفته. یعنی انسان در حالتی میشه که بعد از اون عبادت ها رو دوست نمی داشته باشه، به طرف فحشا و فساد و به طرف گناه میل میکنه. این مرحله خیلی خطرناکی است که الله سبحانه و تعالی در مورد کفار میگه ختم الله علی قلوبهم، الله قلبهایشان را مهر کرده است، و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. و این یک مرحله خیلی خطرناکی است که بنده به اون برسه که الله سبحانه و تعالی قلب انسان رو مهر بزنه. و به اونها بگید که یعنی به خاطر کار، به خاطر رزقت به دست کی است؟ به دست الله است. درست؟ تو نماز رو ترک میکنی در حالی که عبادت الله سبحانه و تعالی است و آرزو داری که الله رزق برایت بده، در حالی که الله میگه که و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوا پیشه کنه الله سبحانه و تعالی راه رو برایش باز میکنه. تقوا چطور به دست میاد؟ توسط عبادات، نماز، روزه، زکات، حج، صدقه، اینها همه چی است؟ تقوا هست. بله. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی تو اگر رفتی نماز جمعه فکر میکنی تو رو از کار بیرون میکنه، نه این فکر رو نکن. خدا از جای تو رو روزی میداد که اصلا فکرش هم نکنی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که به الله توکل بکند الله برای او کافی است. تشکر شما برادر است. استاد مهربان، اگه سوال بسیار است، اگر که امکانیت دیم و خیلی سوال اسلامی داره و یک در ذهن و کم تریگر هست،
یک نفر که گاه نماز میخونه و بعضا نماز رو قصداً ترک میکنه، حکم این انسان چی است؟ و کسی که تماما ترک میکنه و دائمی نمیخونه یا که اصل نخونده، کلان شده است، بزرگ شده است ولی نخونده است، این شخصی که قصداً نماز میخونه ولی بعضا وقت ترک میکنه نماز، حکم او چی باشه در شریعت؟ کسی که نماز رو انکار بکند کافر است. همه امت اسلامی اتفاق دارن کسی که نماز را انکار بکند کافر است. کسی که هرگز نماز نخواند، نماز را ترک بکند کلا. اجماع علمای امت، صحابه، تابعین، مفسرین، فقها، علما، همه بر این است که این انسان کافر میشه، یعنی این انسان از مرز اسلام خارج شده. اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ترک هیچ عبادتی رو مانند ترک نماز کفر نمیدانستن. مثلا کسی اگر حج نمیرفت، کسی اگر روزه نمیگرفت، کسی اگر زکات نمیداد، کسی اگر صدقه نمیداد، اینو کافر نمیگفتن تا وقتی که انکار بکنه. اما ترک نماز را به خاطر اهمیتش که هست، ترک نماز رو، یعنی اجماع صحابه این است که تارک نماز چی است؟ کافر است. چرا همه ما میدانیم که نماز چی است؟ ستون دین است. درست؟ نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نماز عمود دین است. درست؟ رکن اساسی اسلام است. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ان اول ما یحاسب به الناس یوم القیامه من اعمالهم الصلاة. اولین چیزی که از مردم حساب گرفته میشه در اون روز چی است؟ نماز. میفرمایند که اگر نمازش صحیح بود و از نماز گذشت، نمازش رو پاسخش داد و نمازش نمره 100 گرفت، از بقیه عبادت ها میگذره. اگر در نماز ناکام شد مستقیم وارد جهنم میشه. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید ما بین العبد و بین الکفر و الشرک ترک الصلاة. بین یک بنده و بین کفر و شرک چی است فرقش؟ ترک کردن نماز است. بعضیا میگن که خب چرا نماز این همه اهمیت دارد که ترک کردنش سبب کفر است؟ چون که نماز رو که ترک کردی هیچ عبادتت قبول نیست. بعضی از دعوتگرایی که تازه به اصطلاح در مدیا ظاهر شدن مثلا فتوا میدن که نه، کسی که نماز نخونه، روزه بگیره، حج بکنه، اون جداست، این جداست. اینجا یک نکته بسیار باریک در مورد نماز وجود دارد. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الصلاة عمود دین، نماز ستون دین است. الان شما رفتید یک خانه درست کردید، درست؟ خانه درست کردید، یک طبقه، 2، 3، 100 طبقه خانه درست کردید. این ستونش محکم نیست. یک بادی آمد، سیلی آمد، ستون شکست. آیا از این خانه هایی که درست کردید چیزی میماند؟ نه. چیزی نمیماند. پس وقتی کسی که ستون دینش شکسته باشد و دینش ستون نداشته باشد، این عبادت هایی را که انجام میدهد بالای چی میخواد بنا بکند؟ هیچ چیزی وجود ندارد. یعنی تعداب دین، اساس دین، ستون دین چی است؟ نماز است. و اولین چیزی هم که سوال میشه از انسان در روز قیامت چی است؟ نماز است. یعنی نماز وسیله قبول شدن همه عبادات انسان است. حالا یک نفر بسته عمرش، طول عمرش روزه گرفته، زکات داده، حج کرده، همه عبادات، اما نماز نخوانده، به این معنی است که هیچ ثوابی با خودش نبرده، چون که این ستون شکسته است، ستونی وجود ندارد، همه اعمال ریخته. بعد الله متعال میفرماید که من جاء بالحسنه، کسی که با حسنات بیاید. تو وقتی که نماز رو ترک کردی، حسنات تو کجا جمع کردی؟ حسنات حیثیت یک وسیله، نماز حیثیت یک وسیله رو دارد که همه حسنات ما رو میبرد در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. نماز که نبود، شما با چی میبرید حسناتتان رو در پیشگاه الله سبحانه و تعالی؟
و در هر جایی در قرآن کریم ببینید بعد از عبادت الله سبحانه و تعالی وقتی که امر به عبادت میشه، اولین امر چی است؟ و اقیموا الصلاة، و نماز را برپا دارید. بعد از اون میگه و آتوا الزکات. اهمیت دوم بعد از نماز چی را دارد؟ زکات را دارد. کسانی که کسانی که گاهی میخوانند گاهی نمیخوانند، جواب شما در یکی از سوره هایی است که همیشه در نماز شاید بخوانید. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. وای به حال کسانی که نماز میخوانند. وای میفهمید ویل چی است؟ یکی از اسمای جهنم است. ویل یکی از اسمهای جهنم است. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. یا الله، چرا وای به حال نمازگزارانی که نماز میخوانه؟ اما این نمازخوان صفتش چی است؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. آنها از نمازشان غافلند. گاهی میخوانه گاهی نمیخوانه. اونم که میخوانه تون میخوانه، گاهی اوقات با سرعت 120 کیلومتر در ساعت نماز میخوانن. شاید دیده باشید مرغ که دانه میچینه در زمین به همین شکل سجده میکنه. این نماز نیست. اینا همون کسانی هستن که الله متعال برای اونها میگه ویل. ببینید این آیه بزرگترین دلیل است برای کسی که تارک صلات رو میگه کافر است. چرا؟ در اینجا الله میگه فویل للمصلین، جهنم است، آتش است. وای به حال کسی که نماز میخواند. اما الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینا در نمازشون غافلن. فکرش در مغازه است، در تجارت است، در سیاحت است و سر نماز می ایستد. یا یک نماز صبح رو میخواند، ظهر رو نمیخواند، نماز مغرب رو دیر میخواند، نماز عشا رو اصلا نمیخواند، میخوابد، میرود قضا میخواند. اینها رو الله سبحانه و تعالی در ادامه میگه الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون. اینا رو یک از صفات منافقین رو به اینها میده. این انسان‌های ریاکارن. متوجه هستید؟ پس کسی که نماز رو گاهی میخوانه گاهی نمیخوانه، این انسان در خطر بزرگی است. خطر این است که این انسان جهنمی شود. خطر این است که این انسان از دایره اسلام خارج شود. به خاطر همین تنها عبادتی که در هیچ حالتی الله سبحانه و تعالی از ما این رو ساقط نکرده. در جنگ هم باشه باید نماز بخوانی، نماز خوف میده. تعداد از مجاهدین میرن در صف اول، تعدادی برمیگردن نماز میخوانن، با جاشون عوض میکنن در یک رکعت. یعنی یک شکل خاصی دارد. اگر مریض بود اگر میتوانست ایستاده بخواند، نمیتوانست نشسته بخواند، نمیتوانست خوابیده بخواند، نمیتوانست با اشاره دست بخواند. یعنی در هیچ حالتی نماز از انسان ساقط نمیشود. برای وضو گرفتن اگر آب نبود با خاک تیمم کن. یعنی امکان ندارد که انسان در حالتی باشد که عذر بیاورد مگر اینکه بیهوش شده باشد یا مرده باشد. دیگه حالتی بود یا دیوانه باشد. بله. سلامت باشید. سلامت باشید استاد مهربان. اگر امکانیت باشه با یک سوال دیگر هم در آخر بفرمایید. آخرین سوال. بله. بعضی آدم نماز 5 وقته تماما نمیخونه اما نماز جمعه میروه. آیا یگان برکات در او هست؟ یگان خیر هست؟ این از صفات منافقین است. یک از صفات منافقین است که نماز 5 وقت رو نمیخوانند، نماز جمعه و عید را میخوانند. یک تعریف دیگر نسبت شما دارم. سوال نیست اما تعریف است. امکانیت که میره تعریف بکنم. یک شخص به نام محمد مدنی بود. من بسیار او را گوشم نمیکنم. بعد هیچ کار مصلحت هم ندادم که گوش کنم، برای که بسیار آدم تند است، بسیار آدم قبیح است. یک روز یک برادر در مسکو گوش میکرد. وقتی در مسکو بودیم بسیار امور ذوق داشت، بسیار گوش میکرد امور موضوع او را. بعد من میگفتم که آخه این خوب گپای قبیح در بین شخصای علمای بزرگی میزنه.
این خوب نیست اینا گوش کردن. بعد یک روز خلاصه که موند که در نسبت شما گپای قبه زد. بعد من کم بر روز دیگه عصبی شدم، غمگین شدم. گفتم همه آدم قدیمه بار بیام من صحبت کردم. یک بار صحبت کردم. بعد خلاصه سلام علیک پرسیدمش. بعد گفتم که شما برای چی برای استاد مجیب الرحمن ایوان چی معلومات داره؟ گفت مجیب الرحمن. گفتم که بله. گفتم ما بسیار کسا به خاطر الله دوست می‌داریم، بسیار مخلصشون هستیم، مخلص برآمده‌شون هستیم. شما میدونه؟ گفت بله میدونم. اما یکی گفت کشتنش با یک تحقیر، با یک حالت بیزه ابانی شده. ما در وقت صحبت گفتم کشتنه اون کس شهید ایرای الله شدن، اون کس بسیار خدمت‌های بزرگ کردن در دین. بعد گفتم شما بعداً درباره استاد محمد انصاری گپای قبه میزنه، اون کس تکفیر میکنه. آیا گفتم مجیب الرحمن با او کس دوست بود، رفت آمد داشتن، بسیار مسائل دینی را در اوجا مطرح میکردن یک جا. آیا استاد مجیب الرحمن انصاری نمیدونست که استاد محمد انصاری یگان فکر غلط دارن، عقیده بیزیب دارن؟ در جواب گفت که او هم عقیدهش رنگ همین بود. نعوذ بالله، الله ای روزا پناه بده. استاد خلاصه که گپو یک گپو قبه زدم، کشتم تلفن شد. دیگر قدش نه صحبت کردم اونه. درست. اگر عذرک از خفای شما ما خواستیم شما را حفظ کنیم، اما اونو تماما بیادب هستن بعضا مسئله دا. الله متعال هدایتشان بده برادر عزیز. الله متعال هدایتشان بده. الله متعال هدایت. دعا بکنید برایشان، طلب هدایت بکنید. سلامت باشید برادر عزیز. الله متعال حفظتان کنه. بیننده در کامنت پرسیدن که بعضیا فقط نماز را عبادت میدانن. نه، تنها نماز را عبادت دانستن مسئله جداست. کسی این رو نگفته. کسی هم گفته اشتباه کرده. عقوبت ترک این عبادت به خاطر اهمیتش، این رو ما در موردش صحبت کردیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله. عرض ادب استاد بزرگ، استاد محمد انصاری عزیز. سلامت باشید برادر عزیز. بزرگوار. خوشحالم که بازم تونستم باهاتون همکلام بشم. خوب هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید. الله متعال حفظتان کنه. زنده باشین همچنین شما. استاد یه سه تا سوال داشتم سریع می‌پرسم که وقت شما و دوستان نگیرم. بفرمایید. آیا مرد میتواند پشت زن نماز بخواند، چه در جماعت چه در فرادا؟ نه. اینو در یک کنار هم یا در پشت زن نمیشه، درسته؟ بله، این رو در یک برنامه حتی تصویری نشون دادم، اگر به یاد داشته باشید. تصویرش هم نشون دادم که چگونه باید. باشه، سعی میکنم دوباره نشون بدم انشالله. خب سوال دیگه که داشتم، حکم سجده سهو در نماز فرض و سنت چیه؟ فرقی با هم دارن؟ چون یکی به من گفت در نماز سنت لازم نیست سجده سهو بکنی، ولی در نماز فرض لازم. اینم توضیح بدیم. بله، نماز یعنی سجده سهو در نماز فرض رای بیشتر علما این است که در نماز فرض انسان سجده سهو میکنه. در نماز سنت لازم نیست همون نماز ادامه بدیم و سلام بگیم؟ بله. متوجه. بعد یه سوال دیگه استاد، چون الان برادرمون سوال پرسید شما جواب دادیم. من واقعیتش نمیتونم نماز جمعه بخونم به خاطر اینکه جایی بود ما نماز جمعه میخوندیم، متوقفش کردن و اونجا رو خراب کردن، دیگه نمیتونم. هم قایمکی نمیشه خون، هم آشکارا نمیشه خون. آیا من دچار گناه میشم؟ آیا اون مهر تاریکی به قلب منم میخوره؟ نه ابدا. یعنی وقتی که انسانی که عذر داشته باشه، عذر موجه داشته باشه و این عذر شما عذر بالاتر از موجه هست، یعنی در اون صورت نه، بلکه انسان به اندازه نیتش، یعنی مثلا در مسئله شهادت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در یک غزوه‌ای هست صحابه از تپه ها بالا و پایین میرفتن، تکبیر میگفتن. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم فرمودن مردانی هستند در مدینه که اکنون در بستر خواب، یعنی آرام خوابیدن، ولکن مانند ما و شما اجر میگیرند. چرا؟ چون نیت جهاد را داشتن اما عذر مانع شد که با ما همراه شوند.
خیلی ممنونم استاد. من تا آخرین روزی که تونستیم نماز بخونیم من واقعیتش تا آخرین روز نماز جمعه ادا کردم، ولی خب متاسفانه جلوش گرفتم. الله سبحانه و تعالی اینها رو شرشان رو از سر امت اسلامی دور بکنه برادر عزیز. استاد من فقط یه سوال می‌پرسم و قطع می‌کنم، شما بی زحمت تو بفرمایید. این سجده سهو چه بعد از سلام چه قبل از سلام رو من توضیح بدید، ممنون میشم. می‌بینم از طریق برنامه. باش چشم حتما ان شاء الله. سپاسگزارم، ممنونم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید در کنار خانواده محترم. سلامت باشید، زنده باشید. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان شبکه جهانی ندای هست. سلامت باشید. برادر بزرگوار که یک سوال داشتم. سوال راجع به دانش آموزان هستن که در بریتانیا زندگی میکنن و به خاطر ادامه تحصیل باید یک مقدار پیسه اضافه را برای دانشگاه یا همون دولت پرداخت کنند و اگر کسی که توانایی مالی داشته باشه این پیسه را به طور نقدن میپردازد و اگر کسی که این توانایی را نداشته باشه دولت با آنها به طور قرضه همکاری میکنه. درست. آیا این قرض ها سودم داره؟ بله. آیا این قرض هایی که میدن در مقابلش سودم میگیرن، ربا میگیرن؟ یک چیزی بله دقیقاً سوال من همین بود استاد بزرگوار که بعد از اینکه تحصیلات را به پایان رساندن باید این پول اضافه باید دوباره پرداخت کنن. بر علاوه که این پول را پرداخت میکنن باید در ضمن یک مقدار پول اضافه از آنچه که برداشتن باید بپردازن. میخواستم بدونم که آیا کسی که توانایی مالی نداره چه کار کنه در این زمینه؟ اگه معلومات بدید. باش چشم در این مورد هم صحبت میکنیم. در این مورد زنده باشید. گرچه در این مورد قبلا هم صحبت کردیم، مسئله خیلی جنجالی است که خیلی از علما و دعوتگران در این مورد یعنی تساهل کردن. ببینید سود دادن و سود گرفتن به هیچ عنوان و به هیچ شرط و شرایطی مگر اینکه انسان مسئله مرگ و زندگی براش مطرح باشه که در اون صورت خوردن گوشت خوک هم جایز است، یعنی خوردن گوشت سگ و گربه و حیوانات حرام گوشت هم جایز است. انسان مضطر باشه، به طور مثال طرف فرزندش داره بین مرگ و زندگی است، هیچ راه و چاره ای نداره، مجبور است که اون رو مثلا ببره براش غذا بیاره یا عملش بکنه، یک دارویی براش بخره. در اون صورت این انسان مضطر است، در این صورت دیگه نیاز به فتوا نداره. اما انسانی که اگر مضطر نباشه به هیچ عنوان نمیتواند که سود بگیرد و سود بدهد. این امر قطعی الهی است. در سنت هم در این مورد با هیچ کس رو درواستی وجود ندارد. و این در یک برنامه مفصل من در مورد صحبت کردم. انشاءالله اگر کلیپش دوستان به شماره شما اگر که بتونن بفرستن، مفصل در این مورد صحبت کردم. یعنی به بهانه اینکه والا میخوام ادامه تحصیل بدم و پول دانشگاه بدم و یعنی انسان با این بهانه ها بخواد سود بگیره و سود بده، چه خیر و برکتی در آن تعلیم و در آن تعلم میخواهد بود که بر اساس سود شده باشه. یا کسانی که خانه میگیرن بر اساس سود، چه برکتی در اون خانه ای است که بر اساس سود و بر اساس حرام بنا شده باشه. الله سبحانه و تعالی یعنی همین آیه رو که لحظات پیش برای این برادر عزیزمون که خونده و من یتق الله یجعل له مخرجا، این رو منهج زندگیتون قرار بدید. همیشه یک برادری بود در یک جای کار میکرد، گفت در اینجا مجبور هستم که کار کنم در اینجا و گوشت خوک در اینجا میفروشن. گفتم برادر عزیز، گفت معاشش خوب است، حقوقش خوب است، ول کن همین کار رو، برو در یک جایی که ولو $100 بهت بدن، ولو $100 بهت بدن، ولکن گوشت خوک نباشه در اونجا، شراب نباشه در اونجا و هست. اصلا برو وارد این کار رستوران نشو، برو یک کار دیگری بکن، برو در یک کارخانه کار بکن در جایی که این نباشه. گوش نکرد، گرچه فتوا گرفت به اصطلاح اما گوش نکرد. بعد از مدتی
مشکلی پیش آمد و کار رو رها کرد و مشکلات زیادی در زندگی براش پیش آمد. گاهی اوقات ما خیر و شر خودمان را نمیدانیم. فکر میکنیم که اینجا مثلا در این رستورانی که گوشت خوک میفروشه، در اینجا من در بخش ظرفشوییش کار میکنم، به من چه که مردم اونجا چی میخورن، من که گارسون نیستم. یا در یک بخش دیگری کار میکنم که ربطی به گوشت خوک نداره. کار کردن حتی در بانک‌های ربوی، در رستوران‌هایی که شراب میفروشن، گوشت‌های حرام میفروشن، جایز نیست برای یک انسان مسلمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. یعنی این وعده الله متعال است. تو بر من توکل کن، میگه من برای تو کافیم. تو تقوا پیشه کن، من تو رو از جای روزی میدم که اصلا تصورش هم نکنی. خب دوستان، اشاره میکنم که وقت برنامه به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم بود، همه تان را به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. نداء الحق صوت قد شجاني